سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من مستانم و اینجام که کلی سرگذشته شنیدنی براتون روایت کنم. یه سرگذشت جدید دیگه واسهتون آماده کردم که امیدوارم خوشتون بیاد و تا آخرش با هم همراه باشین. و اینکه بچه‌ها اگه به شنیدن روایت‌های بیشتری با صدای من علاقه دارین، کانال داستان زندگی و صدای تو هم داشته باشین. قبلش ویدیو رو لایک کنین، هایپ هم بزنین و ممنون میشم. در آخر حتما نظرتون رو برام کامنت کنین، چون این کارای شما باعث میشه که این ویدیو بیشتر دیده بشه. مرسی. بریم که با هم شروع کنیم. از وقتی یادم میاد زیر دست عموی ناتنی و زنش بودم. 4 سالم بود که یه شب سرد زمستونی که خونه عمو قادر عموی ناتنی بودیم، وقتی پدر و مادرم میخواستم برگردن خونه، من لج کردم که میخوام خونه عمو قادر بمونم و با ساره دختر عمو قادر بازی کنم. زنمو هم به مامانم گفت بذار بمونه، صبح که خواستم برم خونه خواهرم میارمش خونه. کاش اون شب پدر و مادرم هم میموندن. کاش لج میکردم که هممون با هم خونه عمو قادر بمونیم. اما وقتی زمان مرگ برسه هیچ لج و لج بازی هم تأثیر نداره. پدر و مادرم اون شب با پیکان قراضه بابام برگشتن که برن خونه. صبح زود با صدای داد و بیداد بیدار شدم. شنیدم که حاج صادق همسایمون تون داشت به عمو میگفت ماشینشون خاکستر شد، زنگ زدیم از شهر مأمور بفرستن. بدو رفتم بیرون. دیدم که عمو زد تو سرشو، لباسشو پوشید و رفت. زنمو هم آروم آروم گریه میکرد. من کوچیک بودم، چیزی حالیم نمیشد. واسه همین برگشتم و دوباره خوابیدم. اما هنوز چشمام گرم نشده بود که صدای آدمو به گوشم رسید. لحظه به لحظه صدای جمعیت بیشتر میشد. رفتم بیرون، دیدم وقتی منو نگاه میکردن گریهشون بیشتر میشد. اما من از ذوق دیدن بچه‌هایی که اونجا بودن متوجه آدم بزرگا نبودم. سری رفتم پیش بچه‌ها، دستشون رو گرفتم و رفتیم تو باغ پشت خونه عمو بازی کنیم. یکم که بازی کردیم دیدم همسایه عمو داره صدا میکنه شیرین شیرین بیا اینجا دختر جان. رفتم کنارش، نگاش کردم. گفت بیا بریم عمو قادر کارت داره. رفتم پیش عمو، چشماش سرخ بود اما گریه نمیکرد. گفت شیرین جان با سریا همسایه عمو اینا بود، برو خونتون اون لباس مشکی که خانم جان، منظورش مادرم بود، برا دوخته بود و تنت کن بریم مزار. بدون هیچ حرفی با سریا را افتادیم سمت خونمون. تو راه سریا بهم گفت دلت میخواد از این به بعد همیشه خونه ساره بمونی؟ بازوق گفتم آره. گفت مامان و بابات رفتن تو آسمون پیش خدا، تو از این به بعد با ساره یه عالمه بازی کن. تو عالم بچگی از این حرفش کلی ذوق کردم. رسیدیم خونه، لباسم عوض کردم و برگشتیم خونه عمو قادر. هیچکی نفهمید اون روز چه اتفاقی افتاد که ماشین بابام اونجوری شد و پدر و مادرم هم آسمونی شدن. آقا جان و مادر جان برای همیشه رفتن و من موندم پیش عمو قادر و زنم و ساره. من شیرینم، دختری با قد بلند، موهای لخت و بلند مشکی، چشمای درشت و ابروی کمون و پوستی صاف. چهرم شبیه پدرم بود. شاید وقتی داستانم رو میشنوین بگین مگه 100 سال پیش بوده که همچین اتفاقی افتاده. اما من دختر روستام، یه روستای دوردست تو شمال. یه سری عقاید خاص تو همه روستاها هست که تو روستای مام بود. پدر و مادرم تنها بودن، تنها. نه پدر و مادری داشتن نه خواهر برادری. ما از کل دنیا یه فامیل داشتیم، اونم عمو قادر بود که از زن اول پدر بزرگم بود. عمو قادر و پدرم با هم روی زمینی که بهشون ارث رسیده بود کار میکردن و منبع درآمدشون محصولات همون زمین بود. وضع مالی پدرم معمولی بود. یه خونه تو روستا داشتیم و یه زمین که با عمو قادر شریک بودیم و یه پیکان قراضه که اونجوری پدر و مادرم رو به خاطرش از دست دادم و یه زمین کوچولو که به مادرم ارث رسیده بود. اوایل همه چی خوب بود. عمو قادر رو زمین آقا جان کار میکرد. وضع زندگی یکم بهتر شده بود. عمو قادر و زنمو که پیش هم استراحت میکردن و ساره هم جدا استراحت میکرد و منم تنها تو پذیرایی.
زنمو اجازه نمیداد پیش ساره باشم. میگفت باش حرف میزنی و دیر میخوابه، اینجوری صبح برای مدرسه خواب میمونه. جالب بود، تو خونه خودم منو از اتاقم بیرون میکردن. دیگه انگار کم کم زنمو از من بعدش اومد. همش میگفت تو اومدی نونخوره اضافه شدی. عمود اجازه نمیده من دوباره مادر شم. به خاطر همین به من اجازه ندادم برم پیش دبستانی. ساره کلاس اول بود. اون میرفت مدرسه و من با حسرت به دفتر و کتاباش نگاه میکردم. زنمو مجبورم میکرد صبح زود با عمو برم سر زمین که مراقب موتور آب و خورد و خوراک عمو باشم. بعد از ظهرم که خونه بودم باید حیاط به اون بزرگی و کل اتاقا رو جارو میزدم. یه روز بهم گفت ظرفا رو بشور. زمستون بود و هوا سرد. منم نمیتونستم برم تو حیاط ظرف بشورم. رفتم یه صندلی گذاشتم که برم روش که قدم به سینک ظرفشویی برسه. داشتم ظرفا رو میشستم. خم شدم که یه لیوان کثیف بردارم که صندلی برگشت و محکم خوردم زمین. لیوانی که دستم بود شکست. کنار پیشونیمم آسیب دید، اما خیلی جدی نبود. زنمو هم اون روز به خاطر بچه با عمو بحث شده بود و حسابی عصبانی بود. اومد سمتم. بی توجه به آسیبی که دیده بودم، حسابی از خجالتم در اومد. بعدم منو فرستاد تو حیاط و گفت باید کل ظرف کثیفا و لباسای کثیفشونو بشورم. من حالیم نبود. ازش میترسیدم. دستم تو سرما بی‌حس شده بودم و میشستم. اون موقع تو روستا گاز نبود. آب یخ بود. ظرفا رو که شستم خواستم برم داخل خونه، دیدم در قفله. هر چقدر اصرار کردم زنمو سردمه، اما درو باز نکرد. منم از سرمایه زیاد لباسمو خیس کردم. آخه دستشویی تو حیاط پشتی بود. برای رفتم اونجا باید از داخل پذیرایی رد می‌شدم. وقتی گفتم که چه اتفاقی افتاده خیلی بهم حرف زد. لباسمو پرت کرد رو سرم و گفت خودتو تمیز کن و بعد بیا. میدونستم از ترس عمو قادره که اجازه میده برم داخل، وگرنه نمیذاشت. زنمو با نفرت نگاه میکرد. عمو که اومد و صورت سرخمو دید گفت چته شیرین جان؟ گفتم زنمو منو زده، مجبورم کرد تو سرما ظرفا و لباسا رو بشورم، واسه همین یخ زدم. تو عالم بچگی نمیدونستم اگه به عمو این حرفا رو بزنم روزگارم بدتر میشه. نشستم همه رو از اول تا آخر واسه عمو تعریف کردم. اونم حسابی دلداریم داد. بعدم رفت سراغ زنمو و حسابی از خجالتش در اومد. من تو دلم خوشحال بودم، اما این خوشحالی زیاد دووم نیاورد. فرداش که عمو رفت سر کار زنمو دوباره شروع کرد. میگفت اگه به عمو بگم عروسکی که آقا جانم برام خریده بود و میده به ساره و دوباره منو میزنه. منم تصمیم گرفتم دیگه چیزی نگم. زنمو دیگه نمیذاشت ظرف بشورم، اما تمیزکاری خونه و حیاط با من بود. ساره میرفت مدرسه و میومد و غذا میخورد و بعدش هم میرفت تو اتاقش بازی میکرد. منم فقط با حسرت نگاه میکردم. چند باری به زنمو گفتم میشه منم با ساره بازی کنم؟ میگفت هر وقت کارای خونه تموم شد باش بازی کن. منم کوچیک بودم و اونقدر که کارای خونه زیاد بود و بلد نبودم تون انجام بدم، نمیتونستم تمومش کنم. خب از پس اون همه کار واقعا بر نمی اومدم. زنمو هم مدام میگفت اگه به قادر حرف بزنی اتفاقای خوبی نمیفته. گذشت تا اینکه کلاس اول ساره تموم شد و تابستون رسید. روستای ما فقط کلاس اول داشت، چون معتقد بودم بچه همینقدر باید سواد داشته باشه که بتونه بخونه و بنویسه. اما زنمو دلش میخواست ساره با سوادتر باشه. به خاطر همین به عمو گفت تو که نمیذاری دوباره مادر شم، بیا حداقل بریم شهر تا این یه دونه بچه‌مون به یه جایی برسه. اونقدر گفت تا عمو راضی شد. ولی خب عمو که پول نداشت خونه بخره. مجبور شد یه خونه اجاره کنه. البته خونه که چه عرض کنم. یه زیرزمین که یه اتاق کوچیک با یه پذیرایی و آشپزخونه کوچیک داشت. هرچی عمو به زنمو گفت بچه‌ها اینجا مریض میشن، بذار یه سال دیگه روستا بمونیم تا پولم بیشتر شه و یه جای بهتر بگیرم. زنمو میگفت نه اینجا عالیه. انگار فقط دلش میخواست بیاد شهر که خانومای روستا بهش حسودی کنن. خلاصه عمو گفت پس من میرم یکم وضعیت خونه رو روبرا کنم، شما هم کم کم وسیلا رو جمع کنین. من 2-3 روز دیگه میام دنبالتون. همین که عمو رفت زنمو هم چادرشو سرش کرد و دست ساره رو گرفت که برم به تک تک خانومای روسا بگن که دارن میرن شهر و کل کارای جمع و جور کردن افتاد گردن من. اما من که بلد نبودم همه رو قاطی پاتی گذاشتم و به خاطرش بازم دوباره حسابی 7 بارم کرد. خلاصه ما رفتیم شهر و زندگی شهری شروع شد. روزای اول همش در حال جابجایی و تمیزکاری بودیم. کار من سخت‌تر شد.
چون حالا دیگه عمو کل هفته رو میرفت روستا و فقط آخر هفته یعنی پنجشنبه و جمعه میومد شهر. اتاق خونه خیلی کوچیک بود که خب مخصوص ساره بود و طبق معمول من توش جایی نداشتم. البته اونقدر توش خرت و پرت بود که برای بیشتر از یه نفرم جا نداشت. زنمو هم تو پذیرایی استراحت میکرد و روزایی که عمو نبود منو مجبور میکرد تو آشپزخونه استراحت کنم. کم کم زمان ثبت نام مدرسه رسید. زنمو به هر دری میزد که عمو منو ثبت نام نکنه. میگفت قادر جان خرجمون زیاد میشه. خب ساره جان میره یاد میگیره، میاد به اینم یاد میده دیگه. بالاخره وقتی تو میری روستا و ساره هم میره مدرسه، باید یه نفر پیش من بمونه که من تنها نباشم و کمکم باشه. ملتمسانه به عمو نگاه کردم. فکر کنم از چشمام خوند که برگشت به زنم و گفت نمیخوام اون دنیا شرمندهی داداشم باشم. من الان دارم روی زمینی که سهم این بچه است کار میکنم. خیلی باید بی غیرت باشم که بین شیرین و ساره فرق بذارم. خیلی خوشحال شدم اما بروز ندادم، چون میدونستم اگه ذوقمو نشون بدم زنم مو بعدم باز منو میزنه. بالاخره عمو منو ساره رو ثبت نام کرد. من از لباس و کیف و کفش قدیمی ساره استفاده میکردم و ساره همه لوازمش نو بودن. درست عمو یه جایی حامی من بود، اما خیلی جاها به حرف همسرش گوش میداد. الان که فکر میکنم همونقدر حمایتی هم که از عمو داشتم فقط به خاطر زمین و خونه بود. نزدیک شروع مدرسه بود. خیلی خوشحال بودم که حداقل برای چند ساعت میتونم از خونه دور باشم. آخه من حق نداشتم برم تو کوچه با بچه‌ها بازی کنم. همش در حال کار کردن بودم. ساره که میرفت تو کوچه، من میرفتم یواشکی از لایه در نگاش میکردم. خیلی وقتا به خاطر این کارم بازم تنبیه میشدم. اون خونه حتی یه پنجره‌ام نداشت که من بتونم حداقل بیرون رو نگاه کنم. یه روز زنمو به ساره گفت دخترم فردا میخوام ببرمت برات دفتر و مداد بخرم. صبح زود بیدار شدم و تون کل کارهای خونه رو انجام دادم. زنمو که حاضر شد گفتم میشه منم بیام؟ گفت بیای چی کار؟ گفتم خب منم دفتر میخوام. گفت خودم برات میخرم. تو برو دستشویی و بشور که برگشتم باید برق بزنه. ساره گفت خب مامان بذار بیاد گناه داره. گفت لازم نکرده و بعدم رفتن. نشستم یه عالمه گریه کردم. همونجوری با گریه دستشویی رو شستم. اومدم تو حیاط آشغالا رو بذارم دم در. دیدم بچه‌ها تو کوچه بازی میکنن. پیش خودم گفتم حالا که زنمو نیست منم برم یکم بازی کنم. درست اون روز زنمو منو با خودش نبرد، اما خیلی تو کوچه بهم خوش گذشت. کلی بازی کردم و قبل اینکه زنمو بیاد خونه برگشتم. بالاخره مدرسه ها شروع شدن. با سرتر شدن هوا وضعیتمون تو خونه بدتر شده بود. عمو تصمیم گرفت خونه رو عوض کنه. اما صاحبخونه گفت شما تازه چند ماه قرارداد نوشتین و نمیتونین بلند شین. زنمو هم مدام منو نفرین میکرد که از قدم شوم توئه که من نمیتونم بچه بیارم نه خونه دار بشم. روزا با ساره پیاده میرفتیم مدرسه. خیلی به خونمون نزدیک بود. شاید حدود 50 قدم. خیلی خوشحال بودم که نصف روز حداقل از زنمو دورم. درسام هم خوب میخوندم که بهونه دستش ندم که منو تنبیه کنه یا مدرسه نفرسته. زندگی با همه سختیاش میگذشت تا اینکه زنمو دوباره صاحب توراهی شد. نمیدونید چقدر خوشحال بود. تا حدی که بعد از 2 سال به من محبت کرد. البته محبتش فقط یه لحظه بود. عمو که شنید اولش ناراحت شد، اما وقتی ذوق زنه شدی دیگه چیزی نگفت. زندگی سخت‌تر شده بود. خرجمون بیشتر میشد. تا اینکه یه روز عمو اومد خونه با یه جعبه شیرینی. گفت مژده بدین کار پیدا کردم. خیلی پول توشه. ما همه خوشحال شدیم. زنم گفت پس زمین چی میشه؟ عمو گفت اونو که طبق معمول میرم. شغل جدیدم فقط آخر هفته هاست. باید چیزایی بنده خدایو جابجا کنم. ما اون موقع نمیدونستیم منظورش از جابجایی چیه. کاش همونجوری بخور نمیر زندگی میکردیم. بالاخره مدرسه ها تعطیل شد و عمو هم که حالا وضعش خوب شده بود یه خونه 3 خوابه حیاطدار خرید. یه خورده قدیمی بود ولی خب از زیر زمین نشینی و مستاجری خیلی بهتر بود. 2-3 ماه بعد از سازکشی سجاد به دنیا اومد. زنمو که انگار خیلی کار بزرگی کرده بود پسر به دنیا آورده بود زمین و زمان و منت میکرد. 2 هفته بعد زایمان رفتیم روستا که زنمو پسرشو به بقیه نشون بده. خیلی خوشحال بود.
اما این خوشحالی زیاد دوام نداشت. متاسفانه عمو افتاد تو کارهای غیرقانونی و زمین رو ول کرد به امان خدا و کل روزای هفته کار غیرقانونی انجام میداد و فاجعه اونجایی بود که فهمیدیم عمو خودش هم درگیر شده. اما همچنان سر پا بود و قیافش هنوز تابلو نشده بود. یه روز اومد خونه و گفت یه معامله بزرگ دارم. اگه خوب پیش بره یه ماشین واسه خودم و یه مبل واسه خونه میخرم. برق خوشحالیو میشد تو چشمای زنمو دید. اما اون روز رفت و 2 روز بعد با یه پیکان سفید برگشت خونه. اون موقع پیکان واسه خودش ابهتی داشت. یعنی کلا هر کی ماشین داشت خیلی با کلاس بود. زنمو دوباره بساط روستا چید که ماشینو به بقیه نشون بده. وقتی هم که برگشتیم با عمو رفتن یه دست مبل و 2 تا فرش جدید خریدن. من و ساره بچه بودیم. نمیدونستیم این پول از کجا میاد. واسه همین خیلی خوشحال بودیم که تو خونمون مبل داریم. چند سالی همینجوری گذشت. 10 ساله بودم. زنمو که حالا شرایط زندگیش خوب شده بود و خدا بهش پسرم داده بود کمتر به من گیر میداد. ولی همچنان کارای خونه با من بود. توی خونه هم بالاخره اتاق من و ساره مشترک شد. هر روز لباسای جدید می پوشیدیم. اما وضعیت بیماری عمو روز به روز بدتر می شد و قیافش تابلوتر. تا اینکه یه روز عمو پریشون اومد خونه و گفت اون بنده خدایی که باش کار می کردم دستگیر شده و ممکنه منو لو بده. باید فرار کنم. یه مدت آفتابی نشم. خیلی هممون ناراحت بودیم. زنمو خیلی قصه میخورد اما چاره‌ای نبود. عمو رفت و ما تنها شدیم. اون موقع ما تلفن نداشتیم. به خاطر همین هیچ راه ارتباطی هم با عمو نداشتیم. چند ماه از رفتن عمو گذشت و ما هرچی پس انداز داشتیم خوردیم. وضعیتمون روز به روز بدتر میشد. تا اینکه زنمو تصمیم گرفت ترشی و رب و سبزی درست کنه بفروشه که خرجمونو بده. دوباره با من بد رفتاری میکرد. یه روز که بازم منو مسبب همه بدبختیاش دونست گفت لازم نکرده دیگه بری مدرسه. باید بری کار کنی. خیلی ناراحت شدم. اونقدر بهش اصرار کردم تا راضی شد نصف شیف کار کنم و درسم هم بخونم. اوایل بیسکویت و این چیزا میفروختم تو پارک. از استرس اینکه همکلاسی‌ها منو نبینن صورتمو میپوشوندم. کم کم زنمو ترشی و ربم به بساطم اضافه کرد. من کار میکردم که ساره و سجاد تو آرامش باشن. حالا دیگه 1 سال از رفتن عمو گذشته بود. بعضی آدما بهم ترحم میکردن و پول بیشتری میدادن. یادم یه روز تازه بساطمو پهن کرده بودم که یه خانم و آقا اومدن بهم گفتن مامانت کجاست؟ گفتم ندارم. گفتن بابا چی؟ گفتم ندارم. خانومه گفت با کی زندگی میکنی؟ گفتم با زنمو. گفت من همه بساطتو میخرم. اما به شرطی که خونتونو به من نشون بدی. خوشحال شدم و گفتم چشم. پارک سر خیابون خونمون بود. اون آقای ماشین خارجی قشنگ داشت. رفتیم خونه. تا زنمو منو دید گفت ذلیل بشی ایشالله. بساطو نفروخته برگشتی خونه؟ برو تا نفروختی نیا که از غذا خبری نیست. همینجوری قر میزد که چشمش به اون خانم آقا افتاد. گفت شیرین نکنه کاری کردی که خانم آقا اومدن شکایت تو کنن. خانومه گفت وای ماشاءالله خانوم چقدر قر میزنی شما. اجازه بده توضیح میدم. ما تو پارک شیرین جانو دیدیم. فهمیدیم پدر و مادر نداره. وضعیت زندگیش کنار شما که مشخصه. خواستیم اگه شما راضی هستین ما سرپرستیشو بگیریم. زنمو بدون هیچ فکری گفت چقدر پول میدین؟ ته دلم خالی شد. خانومه گفت هر چقدر که بخوای. گریه هم گرفت. گفتم زنمو تو رو خدا نذار من برم. به خدا قول میدم بیشتر کار کنم. اونقدر اصرار کردم به زنمو که خانومه گفت باشه دخترم نمیبرمت. اینقدر گریه نکن. به زنمو گفتم اگه این کارو بکنی و عمو بفهمه چی؟ یه لحظه انگار با حرفم ترسید. به اون خانومه گفت آره من صاحب بچه نیستم. عموش باید اجازه بده که اونم حالا خونه نمیاد. اون خانومه یکم پول بهم داد و گفت برو واسه خودت خوراکی بخر. بعدم رفتن. ولی کاش اون موقع باهاشون میرفتم. شاید سرنوشتم یه جوری دیگه میشد. چند ماه دیگه هم گذشت. حدوداً 1.5 سال از رفتن عمو میشد که یه روز تابستونی که داشتیم نهار میخوردیم در خونه رو زدن. ساره رفت رو باز کرد و همینجوری جیغ میزد مامان بیا بابا اومده. عمو برگشت. اما چه برگشتنی؟ وضعیتش افتضاح بود. ظاهرش خیلی بد شده بود. ما همه گریه میکردیم.
زنمو ازش پرسید کجا بودی این چند وقت؟ نگفتیم من زن تنها با این 3 تا بچه چی کار میکنم؟ چی میخوریم و چی میپوشیم؟ عمو گفت چاره ای نداشتم. باید میرفتم وگرنه میافتادم زندون. تا الان جنوب بودم. یه هفته پیش بهم خبر رسید صفدر رئیس عموم که لو رفته بود آزاد شده. من اونجا به عالم آدم بدهکار شدم. باید خونه و ماشین رو بفروشم و بدهیم و صاف کنم وگرنه میان دنبالم. جمع کنید برگردیم روستا. زنمو که انگار خیلی حالش بد شده بود مدام من و عمو رو نفرین میکرد. عمو هم بلند شد و از خجالتش در اومد. ساره با گریه میگفت بابا پس مدرسمون چی میشه؟ اون موقع ساره باید میرفت دوم راهنمایی و منم اول راهنمایی. عمو گفت بس اینقدر باسواد شدین، لازم نکرده دیگه برین مدرسه. من و ساره گریه میکردیم اما عمو اونقدر وضعیتش بد بود که دیگه عموی سابق نبود. فقط پول و اون کوفتی براش مهم بود. خلاصه از اون روز مدام مشتری میومد که خونه رو ببینه. یه روز عمو گفت خونه رو تمیز کنین، فرداش یکی از دوستام که جنوب خیلی هوامو داشته میاد اینجا شام. فردا صبحش زنمو منو بیدار کرد که خونه رو تمیز کنم. ساره و سجاد در حال استراحت بودن. خیلی خوابم میومد اما حق اعتراض نداشتم. کل خونه و حیاطو تا ظهر برق انداختم. بعد ظهرم سرگرم آشپزی بودم. غروب بود که صدای در اومد و عمو یلا کنان وارد شد. عمو گفت پاشید به سر و وضعتون برسین، مهمون اومده. خلاصه به خودمون رسیدیم و رفتیم تو حیاط. یه خانوم و آقا با یه پسر و دختر وارد شدن. خیلی شیک و با کلاس بودن و همینطور خیلی خوشگل. حسن آقا 47، خانومش زهرا خانوم 42 و پسرشون محمد 24 و دخترشون فاطمه 20 سالش بود. اون روز خیلی صمیمی و خوب و خوش گذشت. ظاهراً حسن آقا کارگاه کابینه سازی و محصولات چوبی داشت و زمانی که عمو جنوب بود اونجا کار میکرد و خیلی هوای عمو رو داشتن. 2 روزی از اومدن مهمونا میگذشت. زنمو جیک و پیک زندگیمون رو واسه زهرا خانم تعریف کرده بود. یه روز زنمو و ساره و فاطمه خواستن برن بازار. زنمو به من گفت تو بمون خونه غذا درست کن. زهرا خانومم که یه خورده ناخوش احوال بود باشون نرفت. اونا رفتن و منم یکم خونه رو تمیز کردم و رفتم تو آشپزخونه مشغول آشپزی شدم. غذا رو که آماده کردم دیدم یه صداهایی میاد. رفتم تو پذیرایی دیدم که صدای زهرا خانوم از تو اتاق میاد. در زدم و گفتم زهرا خانوم حالتون خوبه؟ گفت بیا داخل دخترم. رفتم دیدم در حال استراحته و دردش خیلی زیاده. فوری با یکم روغن سعی کردم کمکش کنم حالش بهتر شه. وقتی این کارو میکردم نمیدونم چرا یائس کردم مادرمه. اشکام ریخت و ناخودآگاه گفتم مامان کجایی که دلم برات یه ذره شده. یهو زهرا خانوم برگشت سمت من و گفت چی شده دخترم؟ گفتم دلم واسه مامانم تنگ شده. اگه اون بود من الان این همه عذاب نمیکشیدم. زهرا خانوم گفت چه عذابی؟ نمیدونم چرا بهش اعتماد کردم و همه چی رو براش تعریف کردم. خیلی به حالم گریه کرد. گفت مگه تو چقدر سن داری که این کارا رو میکنه؟ ولی نگران نباش دختر، من از دست این زن نجاتت میدم. گفتم آخه چجوری؟ گفت تو کاریت نباشه. اون روز وقتی زنمو برگشت زهرا خانوم باش صمیمی‌تر شده بود. یه چشمک به من زد و به زنمو گفت یه لحظه بیا بریم تو حیاط کارت دارم. بعدها زهرا خانوم بهم گفت زنمو تو بردم تو حیاط بهش گفتم چیه دختر جاری تو خونتون نگه داشتی؟ جای بچه‌هاتو تنگ کردی و خرجشو میدی. بذار من با خودم ببرمش جنوب. اونجا یه جایی مثل کمپ هست که از دختر بچه‌ها نگهداری میکنه و بهشون جایی خواب و غذا هم میده. صاحب اونجا آشنای منه. بذار با من بیاد ببرمش اونجا. تو هم جوونی تو به پای این بچه حروم نکن. زنمون که از خداش بود از دست من خلاص شه فوری قبول کرد و گفت والا من که حرفی ندارم اما قادر فکر نکنم راضی بشه. زهرا خانومم گفت راضی کردن آقا قادر با حسن آقا. 2 روز دیگه هم گذشت و اون روزا حسن آقا سعی داشت عمو رو راضی کنه و بهش اطمینان خاطر داد که حواسش به من هست. بالاخره عمو با اصرار زیاد راضی شد و اینجوری شد که من دختر شمالی با یه ساک کوچیک که کل زندگیم داخلش بود با حسن آقا و خانوادش راهی جنوب شدم. زمان خدافزی نمیدونم واقعی بود یا فیلمش بود اما زنم برام گریه کرد. ساره و سجادم خیلی بیقراری میکردن. منم کنار عمو بودم و زار گریه میکردم.
عمو با بغض یکم سفارش و نصیحتم کرد و ما راه افتادیم. 3 روز از اومدن من به جنوب میگذشت. خانواده حسن آقا خیلی تحویلم گرفتن. خونهشون خیلی شیک و بزرگ بود. مادر حسن آقا باشون زندگی میکرد. یه زن فوق‌العاده مهربون و خوش صحبت. خلاصه 4مین روز زهرا خانوم بهم گفت آماده شو ببرمت کمپ و بهت نشون بدم. اگه خوشت اومد میمونی همونجا. اگه نه که میای با خودم زندگی میکنی. اما من دلم نمیخواست سربار کسی باشم. تو دلم گفتم شرایط کمپ هر جوری باشه باش کنار میام. اون روز وقتی رفتیم خیلی خوشحال شدم. اتاقی که قرار بود من داخلش بمونم 7 دختر دیگه هم بودن که تقریبا همسن و سال بودیم. شرایط اونجا اینجوری بود که ازم پول نمی گرفتن، ولی 1 ماه اول باید تو کلاس‌های مختلف مثل سفالگری، گلدوزی، کانوا بافی و خیاطی و غیره شرکت می کردم. بعد که یاد گرفتم باید براشون کار می کردم. خوب بود. راضی بودم. نه قرقره زنمو بوده و نه سربار کسی بودم. تقریبا ماهی 1 بارم زهرا خانوم می اومد دنبالم و منو می برد خونه خودشون که حال هوام عوض بشه. چند وقتی از موندنم تو جنوب میگذشت. تازه میخواستم از زهرا خانوم خواهش کنم کمکم کنه درسم رو ادامه بدم که یه روز وقتی داشتم لباسامو تو کمپ میشستم مسئولمون اومد و صدام کرد و گفت یه آقایی اومده میگه من عموی شیرینم، بیا ببین میشناسیش. استرس گرفتم. فوری دستامو شستم و رفتم. دیدم آره خودشه، عمو قادره. چهرش بدجوری داغون شده بود به خاطر اون کوفتی که مدام دنبالش بود. درست ازش میترسیدم ولی خب عموم بود، دوستش داشتم. عموم با مهربونی گفت اومدم ببرمه. دلم طاقت نمیاره یادگار داداشمو تو شهر غریب بذارم و برم. خیلی گریه کردم که این کارو نکنم اما فایده نداشت. دلم نمیخواست برگردم. رفتیم خونه حسن آقا، باشون خدافزی کردیم و برگشتیم شمال. نمیدونم چرا از همون لحظه اول که سوار اتوبوس شدیم استرس و دلشوره عجیبی داشتم. به خودم میگفتم عمو قادر با این وضعیتش و بی پولی الکی بلند نمیشه این همه را بیاد دنبالم، اونم فقط به خاطر دلتنگی. بازم میگفتم نه، شاید چون تو خونه و زمین من زندگی و کار میکنه عذاب وجدان گرفته. اون بالاخره عمومه، نمیذاره اتفاقی برام بیفته. غافل از این که اون مریضی از عمومی آدم بی وجدان ساخته بود که برای من زندگی نقشه‌های بدی کشیده. خلاصه رسیدیم شمال. زنمو خیلی تحویلم گرفت. تعجب کردم. ساره و سجادم خیلی از دیدنم خوشحال شدن. هر روز که میگذشت زنمو مهربون‌تر میشد. نمیذاش کاری بکنم. نمیفهمیدم چه خبره. اما مطمئن بودم یه نقشه‌ای دارن. یه هفته گذشت. یه روز شنیدم که عمو و زنمو پچ پچ میکنن و راجع به من حرف میزنن. یکم که دقیق تر شدم شنیدم که عمو میگه باشه باش صحبت میکنم. چند روز بعد زنمو ساره و سجاد و گذاشت خونه مادرش و اومد خونه. نیم ساعت بعد عمو هم اومد. زنمو برام میوه آورد و گفت بیا دختر جان، بیا شیرین جونم، بیا بشین کنار عمود یکم میوه بخور. من فقط متعجب از کارش بودم و بس. عمو گفت شیرین جان، تو از ساره کوچیکتری ولی خیلی بیشتر از ساره میفهمی. تو میدونی فقر رو نداری یعنی چی؟ نگاه کن، همه خونه و ماشین و زندگیمون رفت و مجبور شدیم دوباره برگردیم روستا. تو دختری زرنگی هستی، میفهمی که خرج 5 نفر آدم چقدر زیاده. گفتم خب عمو جان، من که اونجا زندگیم خوب بود، شما به زور منو برگردوندی. گفت آره درسته، تو زندگیت خوب بود، اما چطور دلت میاد تو توی راحتی باشی وقتی من که جای پدرتم عذاب بکشم؟ زنم گفت وای قادر، چقدر کشش میدی. خب حرف تو بزن دیگه. ماشاءالله شیرین جان خیلی فهمیده است، حرف تو رو زمین نمیندازه. گفتم عمو تو رو خدا بگو چی شده؟ گفت والا کربلای اصغر تو رو واسه پسرش جابر خواستگاری کرده. گفتم اما اونا که منو خیلی وقت ندیدن. گفت والا من ازش کار خواستم. گفت باید یکی از دخترها درویس من بشن. گفتم عمو خب ساره که از من بزرگتره. یهو زنمو قیافش برگشت و گفت چی؟ من دخترمو به جابر بدم؟ بعد انگار خودش فهمید سوتی داده. گفت آخه ساره به جابر میخوره، تو ماشاءالله قد و هیکلت قشنگه، از پس کارای زندگی برمیای. اما ساره هنوزم دماغشو نمیتونه بالا بکشه. درسته من از ساره کوچیک‌تر بودم ولی ازش بلندتر بودم. گفتم عمو
تو رو خدا بذارید من برگردم اونجا. آخه من که سنی ندارم، الان چه وقت ازدواجه؟ یه عمو زد زیر گریه که همه امیدم به تو بود که میای و منو نجات میدی. از این بدبختی در میام و کارم جور میشه و از این جور حرفا. دلم واسه عمو سوخت، اما نمیتونستم قبول کنم. من اصلا جابر رو نمیشناختم. شاید چند سال پیش یکی دوبار گذرا دیده بودمش. خیلی خوشتیپ بود. خانواده‌اش تو روستا خیلی سرشناس و پولدار بودن. پدرش از ریش سفیدای روستا محسوب میشد که همه بهش احترام میذاشتن. جابر یه خواهرم داشت که ازدواج کرده بود. یه روز به بهونه رفتم به مزار، رفتم مخابراتو به زهرا خانم زنگ زدم و همه چی رو تعریف کردم. گفتم میخوان چی کار کنن و ازش خواستم کمکم کنه. زهرا خانم گفت نگران نباش، من تا هفته بعد خودمو میرسونم. فقط تو به عمود الکی بگو یکم به من زمان بدین که فکرامو بکنم. خدافظی کردم و برگشتم خونه. شب دوباره عمو زنمو حرف زدن و منم گفتم باشه، ولی باید 1-2 هفته فکر کنم. زنمو اخماش رفت تو عمو گفت فکر چی؟ گفتم بالاخره بحث یه عمر زندگیه دیگه. اصلا اول به جابر بگید بیاد من باش حرفامو بزنم. فرداش جابر اومد. زنمو گفت برو تو حیاط باش حرف بزن. خیلی خوشتیپ بود و جذابیتش آدمو جذب میکرد، اما من نمیخواستم این کارو بکنم. گفت بفرمایید آقا قادر گفتن میخوای با من حرف بزنید. گفتم من راضی به این ازدواج نیستم و حرفی هم برای گفتن ندارم. یهو گفت چقدر جذابی تو دختر. گفتم چی؟ گفت هیچی. بعدش هم گفت من 23 سالمه. کارخونه شالیکوبی دارم، جایی که شالی تبدیل به برنج میشه. ماشین و خونه و پولم دارم. گفتم مبارکتون باشه، ولی بازم من قصد ازدواج ندارم. گفت وقتی بابام به آقا قادر گفت یکی از دخترات بعد عروسم بشه، خدا خدا میکردم اون ساره نیقلیون رو زشت و نندازم به من. ساره زشت نبودا، ولی اونقدر لاغر بود که قشنگیش به چشم نمیومد. ادامه داد و گفت ببین شیرین خانوم، درسته که الان به من علاقه نداری، اما عشق بعد ازدواج خیلی بهتره. من شما رو پسندیدم و نمیذارم که همسر کسی دیگه ای بشی. فقط یه سری موارد هست باید بهت بگم. اول اینکه تنها و بدون من جایی نمیری، با کسی خوشو بش نمی کنی. با خودم گفتم این چه دلش خوشه که من میخوام همسرش بشم. واسه من شرط و شروطم میذاره. داشت همچنان شرط میذاش که زنم گفت حالا نمیخواد این همه پیش برین، وقت واسه حرف زیاده، پاشین بیاین داخل. بعدم خندید و رفت. اونقدر هرس خورده بودم که حالم بد بود. بلند شدم یه ببخشید گفتم و رفتم سمت شیراب صورتمو شستم. وقتی رفتم داخل، عمو و زنمو و جابر و مادرش نشسته بودن. مادرش گفت شیرینی بخوریم شیرین جان. گفتم شیرینی بخورین، ولی من باید یکم فکر کنم. آقا جابر یه سری شرط و شروط گذاشته، باید ببینم میتونم کنار بیام یا نه. خلاصه یکم دیگه نشستن و رفتن. بعد اینکه رفتن، زنمو گفت دختر جون تو چقدر تاقچه بالا میذاری؟ نکنه فکر کردی دختر خانه بالایی؟ خوبه کس و کاری نداری؟ خیلی ناراحت شدم. رفتم تو اتاق و سرخوش از این که زهرا خانم میاد و منو نجات میده استراحت کردم. صبح با صدای زنمو که بالا سرم قرقر میکرد بیدار شدم. پاشو دختر، اینجوری بخوای اونجا زندگی کنی که 2 روز پس میارنت. پاشو حیاطو بشور، بلند شو دیگه. رفتم تو حیاط و مشغول به کار شدم. بعد اینکه به کارم رسیدم، به بهونه آرامگاه رفتم مخابرات که به زهرا خانم زنگ بزنم. زهرا خانم گفت 3 روز دیگه میام شمال، اصلا نگران نباش. خوشحال بیرون اومدم که دیدم جابر عصبانی منتظرمه. اومد جلو و گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفتم به تو چه؟ یه دونه زد. گفتم چرا میزنی؟ گفت کل محل میدونن که اسم من روته. اون وقت تو هنوز عقد نکردی داری از این کارا میکنی؟ چشماش سرخ شده بود. گفتم حالت خوب نیستا؟ این چه طرز حرف زدنه؟ گفت رفتم خونه عمود خواستم با حرف بزنم. زن عمود گفت رفته مزار پدر و مادرش. منم خواستم بیام سر مزار با حرف بزنم که وسطای را دیدمت. دویدم بیام بهت برسم که دیدم را تو کج کردی و رفتی تو مخابرات. الان یه رو به من منتظرتم. این همه وقت با کدوم خری حرف میزدی ها؟ گفتم با دوستم، اما فکر نمی کنم به تو ربطی داشته باشه. دوباره زد. گفت را بیفت برو خونه تا تکلیف تو معلوم کنم. با گریه دویدم سمت خونه. زنمون که منو دید ترسید و گفت چته دختر؟ چی دیدی؟ پشت سرم جابر وارد شد. به زنمون گفت این بود دخترتون که میگفتی نجیبه؟ همون لحظه عمو قادر اومد بیرون. زنمون گفت یا خدا شیرین چی کار کردی دختر؟ عمو قادر که دید جابر و زنمون اونجوری گفتن بدون سوالی تا تونست زد. زنمون هم که همش نفرینم میکرد.
عمو چون مریض بود خیلی جون نداشت. واسه همین هولش دادم و رفتم رو ایوون پشت ستون. عمو که داشت میومد سمتم گفتم عمو به ارواح خاک آقا جا من کاری نکردم. یهو عمو وایساد. گفت پس چی کار کردی که نامزدت جوش آورده؟ گفتم اولا که اون نامزد من نیست. بعدشم منو دیدی که از مخابرات اومدم بیرون. زنمو گفت ذلیل بشی الهی. اونجا چی کار میکردی؟ نکنه رفتی جنوب با کسی دوست شدی؟ عمو و جابر هر لحظه بیشتر عصبانی میشدن. یهو زدم زیر گریه و با صدای بلند گفتم زنمو این دنیا اونقدر منو عذاب دادی، اون دنیا چجوری میخوای جوابمو بدی؟ من که ازت نمیگذرم. بعد برگشتم سمت عمو گفتم عمو جان به خدا من با کسی دوست نشدم. رفتم زنگ زدم به زهرا خانوم یکم باهاش حرف زدم. یهو جابر گفت یه رو به تموم چه حرفی داشتی بزنی؟ اگه حال احوالم بود 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشید. اونقدر ازش بدم میومد که داد زدم و گفتم آره حال احوال نبود. داشتم به زهرا خانوم میگفتم بیاد منو از دست توی روانی نجات بده. دلم نمیخواد باهات ازدواج کنم. کاش زبونم لال میشد این حرفو به جابر نمیزدم. چون همین باعث شد که جابر بگه دیدی عمو قادر این زمان برای فکر کردن نمیخواست. این زمان میخواست که از اینجا بره. عمو که فقط به فکر کار و پول و اون کوفتی بود به جابر گفت همین فردا کار یخت انجام بدیم. اینو که گفت حالم بد شد. افتادم رو زمین. اون روز هر چقدر به عمو و زنمو اصرار کردم اما فایده نداشت. عمو در اتاق قفل کرد که فکر رفتن به سرم نزنه. از اون وری سر زنمو قرقر میکرد که بشکنه این دست که نمک نداره. یه تر و خشکش کردیم حالا میره از زهرا خانوم کمک میخواد. انگار ما بدشو میخوایم. اونقدر گفت و عمو رو پر کرد که عمو گفت همین فردا زن میزنم زهرا خانوم میگم اگه بیاد اینجا مجبورم حرمت‌ها رو کنار بذارم. اون روز اصلا نتونستم استراحت کنم. فرداش زنم اومد در اتاقو باز کرد و گفت پاشو بریم یکم به خودت برس. گفتم نمیخواد لازم نکرده. دوباره باز بهش اصرار کردم که بیخیال شه اما فایده نداشت. میگفت من نمیتونم آینده بچه‌هامو فدای تو کنم. قادر به این پول و کار احتیاج داره. خلاصه عمو هم زنگ زد به زهرا خانوم و باش اتمام حجت کرد. و 2 روز بعد من زن قانونی جابر شدم. هر کی منو میدید دلش میسوخت. خونه‌ای که قادر داشت تو شهر بود اما من باید 1 سال خونه مادرش میموندم. بدون عروسی و جواز رفتم خونه مادر جابر. دلیلش هم این بود که از نظر اونا من دختر خوبی نبودم که از زهرا خانوم کمک خواستم. پس لیاقت جشن نداشتم. البته پدر و مادر جابر خیلی اصرار کردن که عروسی بگیرن. اما جابر نذاشت و منم دلم نمیخواست. خونه مادر جابر 2 طبقه بود. طبقه اول کامل بود. اما طبقه بالا فقط یه اتاق بود که مال ما بود. پدر و مادرش خیلی آدمای خوبی بودن. خیلی بهم احترام میذاشتن و اصلا دخالتی تو کارام نداشتن. خواهرش هم که سرگرم زندگی خودش بود. صبح که بیدار میشدم میرفتم پایین حیاط و میشستم و باغچه‌ام تمیز میکردم. بعدم میومدم داخل و کل خونه رو برق مینداختم و آشپزی هم میکردم تا غروب که جابر بیاد خونه. اصلا خونه عمو اینا نمیرفتم. چند باری مادر شوهرم گفت اگه دلت میخواد به جابر بگو ببرتت خونه عمود. گفتم اونا منو نمیخواد. هدفشون یه چیز دیگه بود که بهش رسیدن. منم برام مهم نیست ببینمشون یا نه. اونقدر ازشون کینه داشتم که دلم نمیخواست چشمم بهشون بیفته. خلاصه بعد از گذشتن 1 هفته از ازدواجم بالاخره من از دنیای دخترونم خدافظی کردم. جابر خیلی خوشحال بود. چند روز بعدش دلم برای پدر و مادرم تنگ شده بود که گفتم برم سر مزارشون. جابر کارخونه بود. منم به کارم رسیدم و به مادر شوهرم گفتم میرم آرامگاه. رفتم و یه دل سیرش ریختم و باشون حرف زدم. تو راه برگشت از بین راه یکم سبزی صحرایی چیدم که واسه جابر سبزی پلو با ماهی درست کنم. آخه خیلی دوست داشت. سبزی رو چیدم و داشتم میرفتم خونه که دیدم جابر با ماشین اومد دنبالم. خوشحال رفتم سوارشم که دیدم عصبانیه. گفت کدوم گوری بودی؟ کدوم ملاقی بهت اجازه داد بری بیرون؟ رفتی به فلانی زنگ زدی؟ فکر میکرد من جنوب که بودم با کسی دوست بودم. گفتم به خدا آرامگاه بودم. گفت خر خودتی، میدونم چی کارت کنم. رسیدیم خونه و شروع کرد. مادرش خونه نبود. اونقدر کارشو ادامه داد که خودش خسته شد. آخرش هم گفت از این به بعد بدون اجازه من نفسم نمیکشی. رفتم بالا و زار گریه کردم. مادر شوهرم اومد بالا صدام کنه. وقتی منو دید زد تو سرش و گفت یا خدا چی شدی شیرین جان؟ براش تعریف کردم. گریهش گرفت و گفت
خدا ازش نگذره، خودم درستش میکنم. اما خبر نداشت که پسرش بیماره. اون روز پایین نرفتم. جابر وقتی اونجوری منو دید اومد که ازم دلجویی کنه. گفت ببخشید دست خودم نبود. آخه شیرین، من دلم میخواد تو فقط مال من باشی. چرا رفتی با اون حرف زدی؟ گفتم جابر، به خدا من با کسی حرف نزدم. فقط رفتم آرامگاه و برگشتم. اما باور نکرد. گفت باشه ولش کن. دستم بشکنه. به خدا دست خودم نبود. خلاصه اونقدر اون روز معذرت خواهی کرد که بخشیدمش. تصمیم گرفتم دیگه تنها جایی نرم. 2-3 روزی پایین نرفتم چون نمیخواستم پدر شوهرم اونجوری منو ببینه. مادر شوهرم بهش گفت شیرین مریضه. 3مین روز خودش بنده خدا اومد بالا. در زد و گفت عروس جان یا الله. خودمو جمع جور کردم و گفتم بفرمایید آقا جان. صورتم هنوز کامل خوب نشده بود. تا منو دید گفت صورتت چی شده دختر؟ گفتم ناخوشم آقا جان. سرگیجه داشتم خوردم زمین. اما باور نکرد. وقتی که جابر اومد حسابی بهش توپید که بار آخرت باشه همچین کاری میکنی. من هنوز از گل نازکتر به مادرت نگفتم. آخه تو به کی رفتی که اینجوری هستی؟ تو دلم گفتم از شانس بد منه. جابر که اومد بالا عصبانی بود. گفت حالا دیگه آقامو میندازی به جونم؟ گفتم به خدا خودش اومد بالا دید. منم گفتم زمین خوردم اما انگار باور نکرد. جابر دوباره زد و گفت بار آخرت باشه مظلوم نمایی میکنی یا؟ بعدم استراحت کرد. اما من تا صبح نتونستم بخوابم. خلاصه طی اون مدت من فهمیدم که جابر شکاکه و من باید اعتمادش رو جلب کنم. تا زمانی که تو خونه بودم شاهانه زندگی میکردم. اما وای از اون روزی که بیرون میرفتم. یه روز جمعه که جابر خونه بود و داشتم حیاطو جارو میکردم، پسر همسایه‌شون روی پشت بوم خونه‌شون داشت کفتر بازی میکرد. فکر کنم 14-15 سالش بود. من زمانی که میرفتم تو حیاط چادر گلدار سرم میکردم. چون تو روستا در خونه چوبی بود و از صبح تا غروب باز بود و ممکن بود هر لحظه کسی بیاد. جارو که تموم شد رفتم دست و صورتمو بشورم. یهو یکی زد و زمین خوردم. برگشتم دیدم جابره. گفتم چرا این کارو کردی؟ گفت فلان شده. داری دلبری میکنی؟ خلاصه ادامه داد و ادامه میداد. من از حرفاش تعجب میکردم. همینجوری داشت ادامه میداد و میزد که یهو پدرش و خواهرش اومدن. خواهرش گفت بشکنه دستت. آخه آدم چجوری این کارا رو میکنه؟ اونم با شریک زندگیش. بعد اومد سمتم کمکم کرد بلند شم. پدرشم گفت مجرد بودی دست رود بلند نکردم. اما داری کاری میکنی که پا رو همه چی بذارم. آخه پسر جان تو چته؟ چی میخوای از زندگی که اینقدر شیرین و اذیت میکنی؟ جابر بدون هیچ حرفی از خونه رفت بیرون. منم با کمک خواهرش رفتم بالا. خیلی حال بدی داشتم. نه حرف میزدم و نه اشک میریختم. اما خواهرش زار میزد به حالم. گفت بیا چند روزی بریم خونه ای ما. گفتم نه آبجی. به خدا جابر دیگه میزنه به سیم آخر. گفت من باهاش حرف میزنم ببینم چی میگه. وقتی جابر اومد خونه دوباره شروع کرد به معذرت خواهی. گفتم جابر تو چرا اینجوری هستی؟ من تو این دنیا به غیر از تو کسی رو ندارم. به خدا من کاری نمی کنم. چرا زندگی رو بهمون تلخ میکنی؟ جابر اشک میریخت و فقط عذرخواهی میکرد. گفت آبجی ازم خواسته چند روزی بری خونه‌شون. فردا لوازمتو جمع کن که ببرمت اونجا. خیلی خوشحال شدم. ازش خیلی تشکر کردم. صبح که بیدار شدم نمیتونستم تکون بخورم. جابر گفت حاضری؟ گفتم نمیتونم درد دارم. شرمنده شد و گفت میخوای فردا ببرمت؟ گفتم آره امروز نمیشه. اون روز کامل استراحت کردم و فرداش جابر منو برد خونه خواهرش. یکم خودش نشست و بعدم رفت. گفت 2-3 روز دیگه میام دنبالت. خواهرش چند وقتی میشد که رفته بود شهر. اون چند روز خیلی بهم خوش گذشت. هر روز با خواهر شوهرم میرفتیم بیرون. برام لباس بیرونی و خونگی خوشگل خریده بود. جابر بهم پول داد که برای خودم یه تیکه طلا بخرم که جبران اذیتش بشه. خواهر شوهرم هم خیلی مرد خوبی بود و خیلی بهم احترام میذاشت. خلاصه اون 3 روز از بهترین روزهای زندگیم بود. خیلی از خواهر شوهرم تشکر کردم واسه پذیرایی عالیش. اما اون فقط حس شرمندگی داشت به خاطر کارای برادرش. تو اون چند روز بهتر شده بودم. غروب 3مین روز جابر اومد دنبالم. قرار بود شام بخوریم و برگردیم خونه. من چون میدونستم جابر به همه حساسه سعی میکردم زیاد کار اشتباهی انجام ندم. اون روزم سعی کردم بیشتر تو آشپزخونه باشم. یهو دومادش برگشت و گفت ماشاءالله شیرین خانم خیلی زحمت کشید این چند روز برامون. بیا شیرین خانم یکم بشین خسته شدی. اون تعریف میکرد و من حالم بد میشد. رفتم بیرون یه نگاه به جابر انداختم. دیدم بله اوضاع خوب نیست. نفهمیدم چه جوری شام خوردم.
بعد شام را افتادیم سمت روستا. همین که سوار ماشین شدیم جابر شروع کرد و گفت خیلی خوش گذشت بهت. دومادم خیلی مرد خوبیه نه؟ خوشتیپم هست. چقدرم تعریف کرد. خلاصه حرف زد. منم جواب دادم جابر خجالت بکش. 3 روز نبودم که به خودت بیای، اما تو متاسفانه مریضی. اینو که گفتم دوباره باز شروع کرد. میگفت من مریضم، آره بهت نشون میدم. یهو تصمیم گرفتم خودمو بندازم. خسته شده بودم از این زندگی. میخواستم برم پیش پدر و مادرم. خیلی بهشون احتیاج داشتم. خیلی سریع و بدون فکر این کارو انجام دادم. یه لحظه صدای محکم لاستیک ماشین رو شنیدم و دیگه چیزی نفهمیدم. وقتی به هوش اومدم جابر رو دیدم که بالا سرم بود. همینجوری داشت اشک میریخت. صداش کردم و گفتم جابر. گفت جونم شیرینم. خدا چرا منو از بین نمیبره که اینقدر اذیتت نکنم. شیرین جون تو قول بده زود خوب بشی، منم قول میدم باید بیام دکتر. خودم میدونم حالم خوب نیست. آخه آدم سالم که زن اینه دست گلشو اینجوری نمیکنه. نه حرف زدن نداشتم. فقط همینجوری اشک میریختم. دلم براش میسوخت. آخه واقعا دست خودش نبود. زمانی که بیرون نمیرفتم و کنارش بودم یه تیکه جواهر بود برام. بهترین و رویایی ترین مردی که هر کسی آرزوشو داشت. اون موقع تلفن نداشتیم که به خونه خبر بدیم. فرداش عصری مرخص شدم و رفتیم خونه. پدر و مادرش خیلی نگران بودن. تا صدای در رو شنیدن اومدم پایین. مادرشون گفت دردتون بجونم، ما که نصف عمر شدیم مادر، کجا بودین؟ تا جابر خواست حرف بزنه گفتم ببخشید مادر جان، تقصیر من بود. گرسنه‌ام شده بود، تو راه پیاده شدیم غذا بخوریم. من زودتر از جابر میخواستم برم اون طرف خیابون که یه ماشین بهم زد. کاملا مشخص بود باور نکردن. پدر شوهرم اومد و یه نگاه تأسف‌بار به جابر انداخت و گفت خدا رو شکر بخیر گذشت دخترم. چند روزی گذشت. بعد میرفتم درمونگاه روستا که بخیه‌مو باز کنم. شب قبلش به جابر گفت فردا با مادرم برو. صبح با مادر شوهرم راه افتادیم سمت خانه بهداشت روستا. تو راه برگشت دایی جابر ما رو دید. شب قرار بود مادر شوهرم اینا شام برن خونه‌شون. صدامون کرد و گفت سوار شیم. من به مادر شوهرم گفتم مادر جان شما که میدونی جابر حساسه، سوار نشیم تو رو خدا. گفت تو که تنها نیستی. اگه حرفی زد خودم جوابشو میدم. گفتم باشه و سوار شدیم. دایش کلی به من تعارف کرد که شما بیاین شب خونه ما. اما من چون میدونستم اگه برم اونجا خوب نمیشه قبول نکردم. رسیدیم خونه. عصری مادر شوهرم گفت شیرین جان من دارم میرم خونه داداشم. شاید خانومش کاری داشته باشه میرم کمکش. پدر شوهرت هم مستقیم از سر کار میاد اونجا. گفتم باشه مادر جان به سلامت. وقتی رفت یه فکری به سرم زد. یه خورده به خودم رسیدم و یه شامم درست کردم و منتظر جابر موندم. جابر وقتی منو دید تعجب کرد. اون روز خیلی خوبی و با هم داشتیم. فرداش نهار رو درست کردم و عصرم داشتم یه چرت میزدم که در حیاط به شدت باز شد و جابر اومد. از صدای در ترسیدم. فهمیدم بازم یه خبریه. رفتم پیش مادر شوهرم و گفتم مادر جان تو رو خدا نذار دوباره کاری بکنه. گفت همینجا کنارم بمون و تکونم نخور. جابر اومد داخل و گفت فلان شده، مگه من تو رو صدا نمی‌کنم؟ چرا جواب نمیدی؟ مادر شوهرم گفت چته خونه رو گذاشتی رو سرت؟ جابر از خدا بترس. این دختر از صبح تا حالا پاشو از خونه بیرون نذاشته. هیچ احدی هم وارد خونه نشده. واسه چی زوزه میکشی؟ بی توجه به حرفای مادرش راجع به دایش حرف زد. میگفت دیروز سوار ماشین کی شدی و از این جور حرفا. مثل یه جوجه بی پناه پشت مادر شوهرم قایم شدم. مادر شوهرم گفت توف برود پسر. آخه تو خجالت نمیکشی؟ اون مرد نزدیک 70 سال سنشه. این چه حرفاییه که میزنی؟ در ضمن مگه شیرین تنها بود؟ منم باهاش بودم. شیرین نمیخواد سوار شه، من بهش اصرار کردم. جابر گفت اگه کاری نکرده بود چرا دایی باید بیاد بهم بگه ماشاءالله جابر آفرین چه زن خانوم نجیبی داری، چقدر مؤدب حرف میزنه. ها چرا مامان چرا ازش تعریف کنه؟ یهو اومد سمتم. مادر شوهرم زورش بهش نمیرسید اما نهایت سعیشو میکرد که اجازه نده کاری بکنه. جابرم که کارش تموم شد بهم گفت از این به بعد اگه رو به قبلم شدی حق نداری از این خونه بری بیرون، فهمیدی؟ سرمو به نشونه باشه تکون دادم. مادر شوهرم بهش گفت بعضی وقتا شک میکنم که تو بچه ای ما باشی. ما کی به تو اینجور رفتارا رو یاد دادیم؟ تو از کی قلبت سنگی شده؟ چرا از خدا نمیترسی؟ این همه سال دارم با پدرت زندگی میکنم. اگه قرار بود پدرت همچین رفتاری داشته باشه من الان اینجا نبودم. جابر گفت من دلم نمیخواد خانومم با کسی حرف بزنه. همین که گفتم. بعدش هم رفت. مادر شوهرم اومد سمتم و یکم دل داریم داد و همینجوری به حالم اشک میریخت.
بنده خدا مدام ازم معذرت خواهی میکرد. اون روز دوباره طبق معمول جابر اومد و معذرت خواهی کرد. گفت همین فردا میرم از مخابرات به آبجیم زنگ میزنم و میگم تو شهر برام یه دکتری چیزی پیدا کنه و نوبت بگیره. خیلی خوشحال شدم. گفتم حتما اون روانشناس میتونه منو نجات بده. خلاصه مثل همیشه بخشیدمش. جابر مرد بدی نبود. فقط یه بیمار بود که باید درمان میشد. اگه درمان میشد زندگیم گلستون بود. چون هم مهربون بود و هم دست و دل باز. مدام برام پول خرج میکرد. ولی خب چه فایده که شانس با من یار نبود. خواهر شوهرم برای هفته بعد نوبت گرفت. یه روز تو خونه نشسته بودم و سبزی پاک میکردم که جابر اومد و گفت شیرین جان زنمود اومده. گفتم اون اینجا چی کار داره؟ من بعد عقدم اصلا خونه عموم نرفتم. اونم سراغ از من نگرفتن. رفتم تو حیاط. تا منو دید نه سلامی نه علیکی. گفت قابلمه‌های مسی من که تو انباری بود و تو برداشتی؟ آوردی جوازی برای خودت؟ آره برو بیارشون. جلوی مادر شوهرم خجالت کشیدم. گفتم آخه بی وجدان من بعد عقدم اصلا پامو اونجا گذاشتم. مادر شوهرم هم گفت راست میگه بچه‌م اصلا از خونه بیرون نمیره. تازه اگه به قول تو هم برداشته باشه باید تو این خونه بیاره دیگه. پس گو ما چرا ندیدیم؟ یهو جابر گفت برو از اون شوهر فلان شدت بپرس نه خانوم من. زنمو قرقر کنن از در رفت بیرون. همونجا اونقدر دلم واسه خودم سوخت که نشستم گریه کردم. جابر و مادرش سعی داشتن آرومم کنن اما نمیتونستن. بهشون گفتم بعد چند ماه فکر کردم اومده حالمو بپرسه. اما فقط تهمت زد و رفت. جابر گفت اینا همون بهتر که حالتو نپرسن چون جز ناراحتی و دلخوری چیزی ندارن. چند روزی بود که خونه بودم و رفتار جابر عالی بود. یه روز صبح حس کردم حالت هوا و سرگیجه دارم. جابر گفت چی خوردی؟ نکنه مسموم شدی؟ مادر شوهرم گفت نه فکر نکنم. فکر کنم عروسم تو راهی داره. جابر گفت یعنی چی؟ گفت توی خنگ داری بابا میشی. نمیدونید جابر چقدر ذوق داشت. مدام میخندید و دست میزد و میرقصید. من و مادر شوهرم همینجوری بهش نگاه میکردیم. جابر بهم گفت فردا میریم آزمایش بده. اگه جوابش مثبت بود یه سرویس طلا پیش من کادو داری. مادر شوهرم بنده خدا بلند شد و برامون اسپند دود کرد. گفت از چشم بد دور باشین. این پسر من یه حالش بد میشه براتون اسپند دود کنم چشم نخورین. خلاصه 2 روز بعد ما را افتادیم سمت شهر و رفتیم خونه خواهر شوهرم. جابر تا رسید بهش گفت مژده بده که داری عمه میشی. خواهر شوهرم به من نگاه کرد و گفت آره. گفتم نه آبجی جان هنوز آزمایش ندادم. گفت همین فردا صبح میریم آزمایش بدی. اون روز جابر اصلا نمیذاشت من کار کنم. میگفت خودم همه کارهای آبجیمو انجام میدم. فرداش با جابر و خواهر شوهرم رفتیم آزمایشگاه. همین که نشستم برای آزمایش یه آقایی اومد ازم اسم و فامیلمو پرسید. همونجا اشهدمو خوندم. جابر عصبانی به مرد گفت من همسرشم سوالی داری از من بپرس. مرد گفت مگه خودش زبون نداره؟ جابر خواست بره سمتش که خواهرش جلوشو گرفت. یه ساعت بعد جواب آماده شد و پرستار گفت مبارکه مامان شدی. اون لحظه نمیتونستم خوشحال باشم چون میدونستم چی در انتظارمه. جابرم هیچی نگفت. فقط خواهر شوهرم گفت الهی عمه قربونش بره. تو ماشین جابر یک کلمه هم حرف نزد. تا رسیدیم خونه جابر بی مقدمه شروع کرد به حرف زدن. حتی راجبه تو راهیمونم چیزای خوبی نمیگفت. گفتم آخه بی انصاف من که اینه یه زندانیم تو اون خونه کجا میرم که بهم شک داری؟ ولی اون فقط کار خودشو میکرد. خواهر شوهرم هرچی التماس کرد فایده نداشت. آخرش هم وقتی سرخی روی لباسمو دید ترسید. خواهر شوهرم بهش گفت الهی بمیری که اینجوری میکنی. من که سرخی رو دیدم فقط داد میزدم. اونقدری که از حال رفتم. وقتی به هوش اومدم بیمارستان بودم. خواهر شوهرم کنارم بود. گفتم آبجی بچه چی شد؟ گفت نگران نباشی عزیزم. دکترها میگن دوباره مادر میشی. بله به همین راحتی از دست رفت. دیگه حتی نایی گریه کردن نداشتم. خواهر شوهرم گفت شیرین جان جابر به دکترها گفته از پله ها افتادی. در باز شد و جابر اومد داخل. ازش میترسیدم. اومد جلو چشماش سرخ بود. معلوم بود کلی گریه کرده. خواست ببخشمش. گفتم جابر همه امید من این بچه بود که این کارو کردی. تو رو خدا ازم جدا شو من دیگه نمیخوام باهات زندگی کنم. گفت شیرین جان به خدا قول میدم برم دکتر. به خدا من خوب میشم. جابر زار زار گریه میکرد و منم به وقت خودم لعنت میفرستادم. چند روز بعد زمانی که مرخص شدم به خواهر شوهرم گفتم لطفا منو ببر خونه خودتون. من دیگه نمیتونم با جابر زندگی کنم میخوام جدا شم. بنده خدای چی نگفت.
حتی قدرت دفاع از برادرش هم نداشت، چون میدونست اون درست بشو نیست. رفت به جابر گفت فعلا بیایم بریم خونه ما یکم استراحت کنید. جابرم قبول کرد. کلا این چند روز خیلی تو خودش بود و زیاد حرف نمیزد. رسیدیم اونجا و یکم استراحت کردیم. بیدار که شدیم جابر گفت آماده شو برگردیم روستا. گفتم من جایی نمیام. گفت دلت میخواد چند روز اینجا بمونی؟ گفتم نه، میخوام برم درخواست جدایی بدم. اینو که گفتم حالش بد شد. خواست دوباره شروع کنه که بهش گفتم اگه دوباره این کارو بکنی میرم شکایت میکنم. خواهر شوهرم هم بهش گفت تو واقعا حیا نکردی؟ واقعا خسته نشدی از اینکه اینقدر اذیتش کردی؟ خب تو که اینقدر بهش شک داری و هر روزم خونتون بحث و دعواست، چرا جدا نمیشی؟ خب جدا شو و خودتو خلاص کن. یهو جابر این یه بچه 2 ساله شروع کرد به گریه کردن. میگفت نه خانم، من اینجوری نیست، من مریضم. من میدونم مشکل از منه. من میدونم اون گناهی نداره. خواهرش گفت تو که میدونی، پس چرا خودتو درمان نمی‌کنی؟ چرا دلت میخواد این عذابو طولانی کنی؟ خلاصه تصمیم بر این شد که ما اونجا بمونیم و بریم پیش مشاور. جلسات مشاوره خیلی روی جابر تاثیر داشت. مشاور پیشنهاد داد که بریم پیش متخصص اعصاب و روان. اونجا هم دکتر چند تا دارو به جابر داد. ما تقریبا 30-40 روزی خونه خواهر شوهرم بودیم. تو این مدت من و جابر به پیشنهاد مشاور خیلی از جای عمومی با هم رفتیم. من با خیلی حرف می‌زدم، گاهی وقتا جابر تندی می‌کرد یا دلش می‌خواست دوباره بزنه، اما خیلی زود آروم می‌شد. یا مثلا وقتی میومدیم خونه بهم میگفت احساس نمی‌کنی امروز با اون مانتو فروش یکم زیادی صمیمی بودی؟ یا چشمش سرخ می‌شد. ولی من فوری فاصله می‌گرفتم و میرفتم تو آشپزخونه و بهش میگفتم یکم تو اتاق بمون تا آروم شی. گاهی اوقاتم آروم نمی‌موند و میزد به در و دیوار، اما سعی می‌کرد به من آسیب نرسونه. با ذوق خوب شدن جابر برگشتیم روستا. قرار شد هر 2 هفته بریم شهر پیش مشاور. مادر و پدرش خیلی خوشحال شدن که جابر درمان شده. منم به جابر گفتم بیا فکر کنیم تازه امروز ازدواج کردیم. تا یه هفته از خونه بیرون نرفتم، یعنی کاری نداشتم که برم. بعد یه هفته به مادر شوهرم گفتم من میرم سر مزار پدر و مادرم. رفتم و یه دل سیر براشون زار زدم و از زندگیم تعریف کردم. گفتم برام دعا کنین جابر خوب بشه. تو راه برگشت رفتم بقالی که یکم آرد و شکر بخرم واسه جابر کیک درست کنم. پول همرام نبود. به بقال گفتم لطفاً یادداشت کنین، میگم آقا جابر بیاد حساب کنه. رفتم خونه و مشغول پختن شدم. یکم هم به خودم رسیدم. غروب که جابر اومد چنان در خونه رو محکم بست که حس کردم زلزله اومده. بدو رفتم پیش مادر شوهرم و گفتم مادر جان انگار باز خبراییه. مادر شوهرم گفت خدا به خیر کنه. جابر با قیافه عصبانی وارد شد. بدون مقدمه گفت شیرین امشب یا خودم از بین میرم یا تو. حالا دیگه اونقدر با فلانی صمیمی شدی میری ازش نسیه خرید میکنی؟ و باز هم شروع کرد به حرفای چرت و پرت زدن. من و مادر شوهرم فقط بهش التماس میکردیم. یه لحظه دیدم رفت یه چیزی آورد. مادر شوهرم هرچقدر سعی کرد جلوشو بگیره اما نشد. یه جوری به پام زد که واقعا حالم بد شد. بعدم جابر بی توجه به ما از خونه رفت بیرون. مادر شوهرم با گریه از خونه رفت بیرون و با داداش و زن داداشش برگشت. کمک کردن منو گذاشتن تو ماشین و رفتیم شهر. پام ترک خورده بود. تا زانو گچ گرفتن. بعدش هم دایی جابر منو مادر شوهرم رو برد خونه خواهر شوهرم و خودش رفت روستا که به جابر و مادر شوهرم خبر بده که ما رفتیم شهر. اون روز من یک کلمه هم حرف نزدم. ولی فردا به مادر شوهر و خواهر شوهرم التماس کردم و گفتم تو رو خدا شما نجاتم بدین. خواهر شوهرم گفت همین فردا صبح برو درخواست جدایی بده. مادر شوهرم گفت نه اینجوری نمیشه. جابر راحت نمیذاره اینو. بذار خودم یه فکری بالش میکنم. غروب پدر شوهرم اومد. بنده خدا خیلی شرمنده بود. یکم که نشست به مادر شوهرم گفت بیا امروز من و تو بریم روستا، لباس و مدارک شناسایی شیرین رو بیاریم بفرستیمش جنوب. گفتم نه آقا جان، جابر قیامت به پا میکنه. گفت قرار نیست جابر چیزی بفهمه. کسی حرفی به جابر بزنه من میدونم و اون. یکم ازش فاصله بگیر، دنبالت بگرده تا قدر تو بدونه. خلاصه رفتن لوازم من آوردن و به زهرا خانم خبر دادیم که من میام اونجا. خیلی خوشحال شد. پدر شوهرم برام بلیت اتوبوس گرفت و من رفتم جنوب. جابر اون چند روز عصرم بهم سر نزده بود. موقع خدافزی به مادر شوهرم شماره زهرا خانم رو دادم و گفتم هر وقت تونست بهم زنگ بزنه. با اشک و دلتنگی راه افتادم سمت جنوب. خیلی استرس داشتم. هر لحظه احساس میکردم جابر میاد جلوی اتوبوس رو میگیره و دوباره باز شروع میکنه با آسیب زدن. وقتی رسیدم جنوب زهرا خانم و فاطمه منتظرم بودن.
کلی با هم گریه کردیم. فاطمه گفت دستش بشکنه، ببین چی کار کرده. زهرا خانم بهش علامت داد که یعنی هیچی نگو. رفتیم خونشون. خیلی بهم محبت میکردن. یه اتاق با تخت و کمد در اختیارم گذاشتن. همون روز تا تونستم استراحت کردم. چند روز بعد مادر شوهرم زنگ زد و گفت جابر کل شهر و روستا رو زیر پا گذاشته. تو این چند روز نخوابیده و نه یه لقمه غذا خورده. فقط میره و میاد میگه شیرین کجاست. میگه بهش بگید بیاد، به خدا طلاقش میدم بره راحت شه. ولی دخترم تو همونجا بمون. این اگه تو رو پیدا کنه راحتت نمیذاره. گفتم مادر جون اگه پیدا کنه چی؟ گفت نه دخترم. اون اصلا فکرش هم نمیکنه تو با اون وضعیت پات رفته باشی جونم. همش فکر میکنه مینا خواهر شوهرم منظورش بود تو رو یه جایی تو شهر مخفی کرده. یکم دیگه حرف زدیم و قطع کردم. 2 ماه از موندنم تو جنوب میگذشت. گچه پامو باز کرده بودم. چند کیلو هم اضافه کرده بودم. زمانی که با جابر بودم اونقدر همیشه استرس داشتم که نمیتونستم درست غذا بخورم. یه روز تازه من و زهرا خانم و فاطمه از بازار اومده بودیم خونه که صدای در حیاط اومد. ما همه هنوز تو حیاط بودیم. فاطمه در رو باز کرد. یا عمو قادر وارد شد. تا منو دید نه سلام و نه علیک شروع کرد به داد و بیداد که میدونستم میای اینجا. تو فلان شده ای. ما رو بی‌آبرو کردی. 2 ماه شوهرت کل دنیا رو زیر پاش گذاشته. خلاصه همینجوری حرف میزد. میخواست بیاد سمتم که زهرا خانم بهش گفت آقا قادر به جون بچه‌ام بخوای کاری بکنی ازت شکایت میکنم. عمو قادرم که مریض بود و از پلیس میترسید آروم شد. نشست رو تخت و شروع کرد به گریه کردن که کل محل پشت سر ما حرف میزنن. نیم ساعت بعد آقا حسن اومد. زهرا خانم ازش خواست که با عمو قادر صحبت کنه که به جابر خبر نده من اینجام. حسن آقا بعد صحبت‌های کلیشه‌ای بحث و رسون به من و جابر رو به عمو قادر گفت خودت میدونی اینجا که بودی چقدر هوا تو داشتم. به خاطر نون و نمکی که با هم خوردیم ازت خواهش میکنم به آقا جابر نگی شیرین اینجاست. کلی باش حرف زد تا راضی شد. عمو قادر بلند شد که بره. حسن آقا بهش گفت امروز اینجا بمون. عمو قادر گفت نباید برم، زنم و بچه‌ها تنها. کلی هم کار دارم. اتوبوسم 1 ساعت دیگه راه میفته. خلاصه بالاخره خدافظی کرد و رفت. خیالم راحت شد که حسن آقا تونست عمو قادر رو قانع کنه. 1 ماه دیگه هم گذشت. خدا رو شکر عمو قادر رو حرفش موند و به جابر حرفی نزد. من توی این مدت خیاطی یاد گرفته بودم و توی یه تولیدی لباس کار میکردم. خیلی دلم برای جابر تنگ شده بود. اون واقعا مرد خوبی بود ولی خب مریض بود. من مطمئن بودم اگه اون بیماری لعنتی نبود من عین ملکه ها زندگی میکردم. ولی حیف که نشد. مادر شوهرم زنگ میزد و میگفت جابر میخواست ازش شکایت کنه که گذاشی رفتی. ولی ما ترسوندیمش که اگه شیرین به خاطر کارایی که کردی ازش شکایت کنه بیچاره میشی و اونم آروم میشد. یه روز که از سر کار برگشتم خونه دیدم زهرا خانم ناراحته و فاطمه هم بدجوری استرس داره. گفتم چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ زهرا خانم گفت والا چی بگم مادر شوهرت زنگ زد و گفت مثل این که دیشب جابر خواسته به خودش آسیب برسونه. رفته جلوشون و گفته یا جای شیرین رو بهم میگین یا همین الان این کارو میکنم. بنده خدا مادر شوهرت گفت به شیرین جان بگین من چاره ای نداشتم. جابر بچه‌مه، نمیتونم بذارم اتفاقی براش بیفته. مثل این که الانم توی جاده است و داره میاد. اونقدر استرس گرفتم که یهو تمام وجودم شروع به لرزیدن کرد. گفتم زهرا خانم حالا من چیکار کنم؟ جابر حتما نابودم میکنه. هر لحظه احساس میکردم دارم از حال میرم. فاطمه فوری برام یه آبخند درست کرد. بهشون گفتم تو رو خدا منو ببرین یه جایی که جابر نتونه پیدام کنه. من تازه خوب شدم، تو رو خدا کمکم کنین. زهرا خانم گفت شیرین جان قصه نخور مادر. اون تو خونه ما نمیتونه کاری کنه. وقتی رسید اینجا اول خودمون باش صحبت میکنیم بعد تو رو نشون میدیم. وقتی هم اومد تو برو تو اون زیرزمین پشتی تا خودمون بیایم دنبالت. یکم آرومتر شدم ولی همچنان حالم بد بود. غروب مادر شوهرم زنگ زد و از جابر خبر گرفت. گفت هنوز نیومده؟ گفتم نه نرسیده. گفت شیرین جان دخترم از من ناراحت نشیا. تو خودت بچه‌تو از دست دادی، میفهمی چی میگم. به خدا جابر دیشب نمیدونی چه حالی داشت. ترسیدم. گفتم اشکالی نداره مادر جان. بالاخره که میفهمی. من که نمیتونستم تا ابد مخفی بمونم. اون روز جابر نیومد. فردا هم نیومد. 3 روز گذشت و نیومد. جابر هیچ آدرسی از خونه زهرا خانم نداشت. با خودم گفتم خوبه چند روزم برای پیدا کردن من معطل بشه. 1 هفته گذشت و جابر نیومد. با خودم گفتم حتما اومده و نتونسته پیدام کنه، به خاطر همین خسته شده رفته. تا اینکه اون روز لعنتی رسید.
از صبح استرس داشتم. غروب داشتیم با زهرا خانم و فاطمه قالی می‌بافتیم که صدای در خونه بلند شد. یه لحظه ته دلم خالی شد. زهرا خانم رفت و در رو باز کرد. پدر شوهر و مادر شوهرم پریشون وارد شدن. به زهرا خانم گفتم منزل آقای عرب اینجاست. زهرا خانم گفت بله شما. مادر شوهرم یه افتاد رو زمین و با گریه گفت به شیرین بگید بیاد که بیچاره شدیم. من از پشت پنجره نگاهشون می‌کردم. وقتی این حرفا رو شنیدم فوری رفتم تو حیاط. از رو پلا گفتم مادر جان. پدر شوهرم زد تو سرش و شروع کرد به گریه کردن. مادر شوهرم هم گفت جونم مادر بیا که بیچاره شدیم، بدبخت شدیم. گفتم یا خدا فقط جابر سالم باشه. با زهرا خانم کمکشون کردم نشستن. فاطمه براشون آب خنک آورد. یکم که آروم شدن گفتم مادر جان چی شده؟ جابر کجاست؟ آقا جان چرا پریشونی؟ مادر شوهرم با گریه گفت اون روز که جابر رو افتاد سمت جنوب هرچی بهش گفتم با اتوبوس برو حرفمو گوش نکرد و با ماشین خودش رو افتاد. اونقدر عجله داشت که گفتم خدای خودت به خیر بگذرون. فردا غروبش به تو زنگ زدم. گفتی جابر هنوز نرسیده. یکم دلشوره گرفتم ولی گفتم خب شاید تورا داره استراحت میکنه. اون روزم گذشت و صبح از دهداری روستا خبر آوردن که یه آقای از بیمارستان جنوب زنگ زده که یه آقایی با این مشخصات تصادف کرده. از روی مدارک شناساییش تشخیص دادن واسه روستای ماست و به دهداری زنگ زدن. همونجا زدم تو سرم و گفتم بچم. همون لحظه رفتم دنبال پدر شوهرتو. راه افتادیم سمت بیمارستان. وقتی رسیدیم جابر اتاق عمل بود. بعد عمل رفت تو کما. تصادفش خیلی بد بود. از ماشینش هم چیزی نمونده. مادر جان که حرف میزد انگار یکی قلبم تیکه پاره میکرد. گریم گرفت. گفتم مادر جان چرا زودتر بهم خبر ندادی؟ گفت والا وقتی بهم خبر دادن و راه افتادیم اصلا به ذهنم نرسید بهت خبر بدم. شماره اینجام تو دفتر تلفن توی خونه جامون. اینه که گفتم بیام اینجا پیدات کنم. از صبح زود اینقدر گشتیم و سوال کردیم تا اینجا رو پیدا کردیم. گفتم الان جابر کجاست؟ حالش چطوره؟ گفت تو کماست. دکترها میگن فقط دعا کنین. الانم که بیمارستانه. ولی خب یه شهر دیگه است، تقریبا 1 ساعت با اینجا فاصله داره. اونقدر گریه کرده بودم فشارم افتاد. گفتم همش تقصیر منه. کاش اجازه میدادم هر جوری دلش میخواد با هم رفتار کنه، اما اون چیزیش نشه. اگه اون طوریش بشه چیکار کنم؟ پدر شوهرم گفت ناامید نباش دخترم. پاشو آماده شو بریم. رفتم سریع آماده شدم. با زهرا خانم رفتم خدافظی کنم که دیدم خودش و حسن آقام آمادن که همراه ما بیان. خلاصه همه با هم راه افتادیم. اون 1 ساعت را برام اندازه 1 سال گذشت. کل راه گریه کردم و به خدا التماس کردم که جابر چیزیش نشه. هم ناراحت بودم و هم عذاب وجدان داشتم. اون روز اجازه ندادن جابر رو ببینم. از دکتر حالشو پرسیدم که گفت ضربش خیلی بد بوده. حتی 1 ثانیه هم گریم بند نمی اومد. گفتم خوب میشه. گفت والا چی بگم بهتون، فقط یه معجزه میتونه نجاتش بده. ما تمام سعی خودمونو کردیم، بقیه‌ش هم سپردیم به خدا. شما براش دعا کن. حسین دومادشون اصالتا جنوبی بوده و توی یکی از روستای اون شهری که جابر اونجا بستری بود خونه داشت که با شهر تقریبا 20 دقیقه فاصله داشت. یه کلیدم دست همسایه‌شون بود که اگه مشکلی پیش اومد سر بزنه. پدر شوهرم زنگ زد به مینا خبر داد. بنده خدا حالش خیلی بد شد. حسین شبونه با مینا راهی جنوب شدن. اون شب تا صبح ما فقط گریه کردیم و دعا خوندیم. از خدا میخواستم فقط جابر خوب شه و من برمیگردم. به خاطر من اینجوری شده. اگه من نمی اومدم اینجا الان جابر سالم بود. نفهمیدم چقدر زار زدم که صبح شد. رفتم بالا که از جابر خبر بگیرم، اما هیچ تغییری نکرده بود. خواهر شوهرم نزدیکای ظهر رسیدن. بیمارستان خیلی شلوغ شده بود. هممون بیقرار بودیم. حسن آقا و زهرا خانم رفتن و گفتن اگه کاری داشتین تماس بگیرین. بعد 3 روز پشت سر هم که ما از بیمارستان تکون نخورده بودیم، حسین به مادر شوهرم گفت شما با مینا برید خونه روستایی ما، من اینجا میمونم. اگه خبری شد به مخابرات روستا زنگ میزنم بهتون خبر بدن. مادر شوهرم اولش راضی نشد، اما مینا به زور بردش. حسین به من گفت تو هم برو. گفتم تو رو خدا بذارین من اینجا بمونم. به خدا اگه منو ببرید خودمو از بین میبرم. پدر شوهرم گفت حسین جان شما مینا و حاج خانومو ببر، من و شیرین جان میمونیم. اینجوری شد که اونا رفتن و من و پدر شوهرم موندیم. غروب که دکترش اومد بهش سر بزنه، رفتم بهش گفتم تو رو خدا بذاری جابر رو ببینم. به خدا اگه بفهمه من کنارشم به هوش میاد.
اونقدر اصرار کردم که اجازه داد فقط 10 دقیقه برم ببینمش. با کمک پرستار لباس مخصوص پوشیدم و رفتم داخل. حالا مگه اشک لعنتی میذاش درست حسابی ببینمش؟ همش جلوی چشممو تار میکرد. کلی دستگاه بهش وصل بود. رفتم کنارش. گفتم آخه بی انصاف، من به اندازه کافی بیکس و تنها هستم. اگه تو هم منو تنها بذاری چی کار کنم؟ مگه نیومده بودی دنبال من؟ خب پاشو دیگه، ببین با پای خودم اومدم. پاشو بهم فوش بده، فقط پاشو جابر. من بدون تو نمیتونم. پاشو، قول میدم هیچ جا نرم. اصلا از این به بعد نقاب میزنم. اون روز اونقدر به جابر التماس کردم و صدای گریان بلند شد که پرستارا به زور از اتاق بیرونم کردن. خیلی درمونده بودم. حس بیچارگی داشتم. یه هفته گذشت و جابر همچنان همون جوری بود. مادر شوهرم و مینا و حسین هر روز از صبح می اومدن و تا شب می موندن و بعدم می رفتن. پدر شوهرم و مادر شوهرم پیر و شکسته شده بودن. یه روز که تو حیاط بیمارستان نشسته بودیم بهشون گفتم میدونم مسبب همه این اتفاقا منم. اگه من نمی اومدم جنوب الان این اتفاقا واسه جابر نمی افتاد. شاید دیدن من آزارتون بده، ولی اجازه بدین تا به هوش اومدن جابر اینجا بمونم. بعدش اگه خواستین میرم. مادر شوهرم گفت تو باید ما رو ببخشی. آخه تو چه گناهی کردی؟ پدر شوهرم گفت این حرفا چیه میزنی دخترم؟ خوبه خودم بهت گفتم برو جنوب. الانم طوری نیست. جابر قویه. از پسش برمیاد، خوب میشه و همه با هم برمیگردیم. 2 روز بعد دیدم حسین که رفته بود برامون آب بیاره بدو داره میاد سمت من. گفت شیرین خانم، عمو و زنمو دینجان. تعجب کردم. گفتم اینا اینجا چی کار میکنن؟ یهو عمو قادر رو از دور دیدم. نمیدونم متوجه منظورم میشین یا نه. واسه من بی کسی که تو جمع خانواده جابر معذب بودم و خودم و مقصر این ماجرا میدونستم، دیدن یه همخون خیلی امید بخش بود. واسه همین دویدم سمت عمو قادر رو کنارش زار زدم. عمو گفت تو که اینقدر ضعیف نبودی شیرین جان، ناامید نباش، خوب میشه. زنمو منو کشید کنار و گفت بالاخره کار خودتو کردی. آره پسر مردم اینجوری کردی، گفتی پولداره، یه چیزی هم به تو میرسه دیگه. حالا چیزی به نامش بود؟ خونه و زمین داره، ماشینش که داغون شد. زنمو این حرفا رو میزد و دل منو میشکن. فقط بهش گفتم قلب من مثل قلب تو سیاه و سنگین نیست، متاسفم برات. بعدم ازش فاصله گرفتم و رفتم پیش بقیه. اون روز به اصرار همه من همراه بقیه رفتم خونه روستایی حسین که یکم استراحت کنم و فردا دوباره برگردم. حسین و مینا موندن بیمارستان. قلبمو تو بیمارستان گذاشتم و رفتم. عمو قادر و زنش هم میخواستن 2-3 روزی کنار هم بمونن. درسته خیلی عذابم دادم، ولی وجودشون به عنوان یه حامی از طرف من دلگرمی بود. اون روز تا رسیدیم خونه مادر شوهرم ازم خواست فقط استراحت کنم. وقتی بیدار شدم مادر شوهرم گفت شیرین جان برو یکم به خودت برس تا بریم بیمارستان. به کارمون رسیدیم و راه افتادیم. تو راه خیلی استرس داشتم و این استرس بی دلیل نبود. زمانی که رسیدیم مینو فقط جیغ میزد. حسین و پرستارام نمیتونستن آرومش کنن. همه دویدن سمتشون. اما من همونجا افتادم. اصلا دلم نمیخواست بلند شم. دوست داشتم تو همون لحظه میموندم. نمیخواستم هیچ خبری بشنوم، اما باید با واقعیت روبرو میشدم. به سختی بلند شدم و چند قدم که رفتم صدای مادر شوهرم هم بلند شد. دیگه مطمئن شدم جابر رفت. اما بازم باورم نشد. دویدم سمتشون. خواستم برم داخل اتاق اما پرستارا نذاشتن. شروع کردم به داد زدن. یکی از پرستارا اومد سمتم و اجازه نمیداد داد بزنم. گفت چرا اینقدر داد میزنی خانم؟ دکتر داره بهش شوک میده، بشین براش دعا کن. یه آروم شدم و گفتم پس از دستش ندادیم؟ گفت چرا نبضش نمیزنه، ولی این یه چیز عادیه، برمیگرده، نگران نباش. اما دل من و مینا و مادر شوهرم با این چیز آروم نمیشد. خدا رو قسم دادم و گفتم ای خدا، درسته جابر بد اخلاقی میکرد، ولی تو خودت شاهدی که من چه روزای خوبی کنارش داشتم. تو که میدونی اون مریض بود و دست خودش نبود. خدایا من که هیچ وقت نفرینش نکردم. خدایا جابر همه کس من بیکس شده بود. تو رو به خدا نذار بی سر و سامون بشم. زندگیمو بهم ببخش. خدایا من هیچکیو ندارم، سایه سرمو ازم نگیر. 10 دقیقه بی خبری عین 10,000 سال برام گذشت که یه پرستار اومد و گفت خدا رو شکر مریضتون برگشت. باور نمی کنید دلم میخواست برم همونجا و خودمو به پاش بندازم.
همونجا خدا رو شکر کردم و بهش گفتم خدایا تویی که اونو از مرگ نجات دادی، خواهش میکنم دیگه از من نگیرش. پدر شوهرم کمکم کرد روی صندلی بشینم. از شدت داد و فریاد گلوم میسوخت. 1 ماه دیگه هم گذشت. عمو قادر و زنش که بعد 2 روز برگشتن خونه‌شون. پدر شوهرم و حسینم هفتگی می اومدن بهمون سر می‌زدن. یه هفته حسین میمون، یه هفته پدر شوهرم. آخه بندای خدا باید سر کار میرفتن. زخمای جابر خوب شدن. صورتش مثل قبل شده و موهاش هم بلند شد. اما هنوزم تو کما بود. یه روز دکترش که اومد بالا سرش گفت طبق آزمایشات جدیدی که از مریض گرفتیم هیچ مشکل خاصی وجود نداره. ایشون دچار زندگی نباتی شدن. به نظر من اینجا نگه داشتنش فایده نداره. میتونید ببریدش خونه. گفتم یعنی چی؟ اگه چیزیش بشه ما چی کار کنیم؟ گفت ایشون از نظر سلامتی هیچ مشکلی نداره. فقط باید از کما خارج بشه. مطمئن باشید اگه براشون خطر داشت هیچ وقت این حرف رو نمیزدم. و اینجوری بود که ما جابر رو بردیم خونه مینا و زندگی جدید من شروع شد. زنگ زدم از زهرا خانم حسابی تشکر کردم. آخه وقتی بیمارستان بودیم 4 باری اومدن ملاقات. به مادر شوهرم گفتم شما و آقا جان برید خونه. بالاخره اینجا خونه دوماده. هر چقدر حسین خوب باشه بازم خسته میشه خونه شلوغ باشه. مادر شوهرم گفت نه دخترم مگه میشه؟ جابر نیاز به مراقبت داره. باید منم باشم و کمک کنم. اما من گفتم همه این کاراشو خودم انجام میدم. خلاصه مادر شوهر و پدر شوهرم بعد از 3 روز برگشتن روستا و قرار شد آخر هفته بهمون سر بزنن. خیلی روزای سختی داشتم چون رسیدگی به کسی که زندگی نباتی داره واقعا شرایط سختیه. 3 هفته بعد از برگشتمون تولدم بود. مینا برام کیک پخت اما من هیچ ذوقی نداشتم. تو اتاق جابر شمعم فوت کردم و تنها آرزوم این بود که زودتر خوب بشه. کم کم تلویزیون گذاشتیم تو اتاق، براش اخبار میذاشتم گوش کنه. آخه جابر خیلی خبر گوش میداد. براش فوتبال میذاشتم. یه روزایی هم که مینا و حسین خونه نبودن براش ضبط روشن میکردم و آهنگ میذاشتم، اما دریغ از هوشیاری. این وسط چند باری هم کم آوردم. میرفتم و زار زار گریه میکردم. آخه خیلی بود این همه درد و غم واسه من. از سختیای اون روزا هر چی بگم کم گفتم. زنم او تقریبا هر ماه می اومد به بهونه ملاقات کلی چرت و پرت برام میکرد و میرفت. 7 ماه گذشت اما وضعیت جابری تغییری نکرده بود. دیگه فقط پوست و استخونش مونده بود. مادر و پدرش به اصرار میکردن که جداشم. میگفتن تو جوونی نباید به پای جابر بسوزی. اون معلوم نیست سالش که خوب بشه. مادر شوهرم مدام میگفت تو میتونی زندگی تو بسازی، برو دنبال زندگیت. گفتم ای مادر جان چه زندگی؟ آخه کجا زندگی کنم؟ پیش زنمویی که چشم نداره منو ببینه؟ نه مادر جان، من هم اینجا میمونم. من همسرم رو دوست دارم. اون به خاطر من اینجوری شده. منم به خاطر اون تحمل میکنم. چند روز بعد که داشتم به جابر میرسیدم پدر شوهرم اومد اونجا. وسط هفته بود. تعجب کردم. گفتم چی شده آقا جان؟ چرا پریشونی؟ شما وسط هفته اینجا چی کار داری؟ بهم گفت دخترم یه چیزی بهت میگم، خیلی ناراحتی نکن. قادر یکم ناخوش احواله. منو فرستاد بیام دنباله. گفتم دنبال من واسه چی؟ خب ایشالا بهتر میشه. من که نمیتونم جابر رو تنها بذارم. گفت مینا هست، تو بیا بریم، سری برمیگردونمت. یه ته دلم خالی شد. آخه چرا اینقدر اصرار داشت؟ گفتم آقا جان چیزی که نشده. گفت بپوش دختر جان، من برم ماشین رو روشن کنم. جابر رو سپردم به مینا و راه افتادیم. تا روسایی هیچ حرفی نزدم. انگار دلم نمیخواست اون چیزی که بهش شک داشتم و به زبون بیاره. وقتی رسیدیم روستا دلشورم بیشتر شد. نزدیکای خونه جمعیت رو که دیدم فهمیدم چه خبره. فوری از ماشین پیاده شدم و جمعیت رو زدم کنار. رسیدم به عمو. چقدر آروم بود. صدای جیغ سر قلبم رو به درد می آورد. زنمو که بهم گفت شیرین تنها و بیکس شدیم شروع کردم به داد زدن. درسته زنمو خیلی در حقم بدی کرد. اما عمو قادر همیشه هوامو داشت و من دلم خوش بود که حداقل یه پشت و پناه دارم. کنار عمو همه زندگیم اومد جلوی چشمم. از دست دادن پدر و مادرم، عذابای زنمو، ازدواجم، اذیتای جابر، از دست دادن بچم. همه عین یه فیلم اومدن و رفتن. یهو با صدای بلند داد زدم خدایا بسه، خستم، توان ندارم، تو هم داری عذابم میدی. بعد شروع کردم به جیغ و داد کردن. هیچ کدوم از کارام ارادی نبودن.
پدر شوهر و مادر شوهرم بلندم کردن و بردنم یه گوشه و بهم آبقند دادن. یکم بام حرف زدن تا آرومتر شدم. 10 روزی اونجا پیش زنمو بودم. بعد 10 روز زنمو لوازمش رو جمع کرد و بچه‌ها رو گرفت و رفت خونه پدرش. منم در خونم و با همه خاطرات تلخ و شیرینی که توش داشتم قفل کردم و برگشتم پیش جابر. وقتی رسیدم مینا و حسین بهم تسلیت گفتن و از خونه رفتن. منم رفتم پیش جابر. شاید باورتون نشه، ولی وقتی بهش سلام کردم اشکاش ریخت. بهش گفتم دلم برات تنگ شده بود. مطمئنم تو هم دلت برام تنگ شده. پس لطفاً زودتر بیدار شو. اتاقش رو تمیز کردم و براش سوپ درست کردم. از اون روز دوباره کارهای تکراری رسیدگی به جابر شده بود همه زندگی من. تا اینکه 2 ماه بعد یه روز که داشتم بهش غذا میدادم، برای اولین بار غذا پرید تو گلوش و به سرفه افتاد. اونقدر سرفاش بد بود که جیگرم کباب شد. گفتم خدایا ازت خواهش میکنم این عذابو تموم کن. به خودت قسم خستم. مگه من چقدر جون دارم؟ مگه چه گناهی کردم؟ اگه داری جابر رو به خاطر گناهاش عذابش میدی، اینو بدون که بیشتر من دارم عذاب میکشم. اگه منتظری من حلالش کنم که اونقدر عذابم داده باش، من حلالش کردم. هرچند که از اولم من دلگیری ازش نداشتم. اون روز خیلی با خدا حرف زدم. گفتم خدایا دلم شکسته، خودت بهم رحم کن. 2 روز بعد در عین ناباوری وقتی رفتم برای جابر را بیارم، وارد اتاق که شدم دیدم چشماش بازه و داره این ور اون ور رو نگاه میکنه. یه لحظه فکر کردم اشتباه دیدم. صداش کردم و گفتم جابر. برگشت نگام کرد. بازم باورم نشد. رفتم جلو دوباره نگاش کردم، دیدم پلک میزنه. گفتم مینا آبجی بدو. بعدم رفتم بیرون و گفتم آبجی یه دونه منو بزن. گفت دیوونه شدی؟ چرا؟ گفتم میخوام مطمئن بشم خواب نیستم. یه دونه آروم زد و گفت خدا شفاعت بده. بعدم روشو برگردون که بره آشپزخونه. گفتم آبجی فکر کنم جابر به هوش اومده. مینا گفت چی؟ گفتم به خدا جدی میگم. چشماش باز شد، سرش هم تکون داد. با مینا دویدیم سمت جابر. مینا گفت داداش. جابر برگشت نگاش کرد. دیگه باورمون شد که جابر خوب شده. فکر نکنم تو عمرم به اندازه اون روز اشک ریخته باشم. از خوشحالی زیاد مدام خدا رو شکر میکردم. مینا رفت زنگ بزنه به مخابرات روستا که به پدر و مادرش خبر بدن جابر خوب شده. نگم از اون لحظه ای که مادر جان و آقا جان رسیدن. از صدای گریه ما همه همسایه‌های مینا که از جریان با خبر بودن ریختن تو خونه‌شون. همه گریه میکردن و به من تبریک میگفتن. منم فقط کنار جابر بودم. نگاش میکردم و اشک میریختم. هر لحظه انگار منتظر بودم یکی از خواب بیدارم کنه. اون روز بهترین روز زندگیم بود. احساس خوشبختی میکردم. جابر هنوز حرکت نداشت، حرف نمیزد. به دکترش که گفتم گفت طبیعیه. گفت حتی تا یه مدت کسی رو نمیشناسه. سعی کنین براش حرف بزنین. از خاطراتتون، از بچگیاش. آلبوم عکساشو بهش نشون بدیم. ما برگشتیم روستا و از اون روز کار من و مادر شوهرم حرف زدن با جابر بود. ما براش حرف میزدیم و اون فقط نگاه میکرد. هنوزم من به کاراش میرسیدم. مادر شوهرم از خاطرات بچگی جابر براش تعریف میکرد. خلاصه کاملا وقتمون رو برای جابر گذاشته بودیم. تا اینکه بعد از تقریبا 2 ماه کم کم جابر شروع کرد به حرف زدن. حالا دیگه کامل ما رو میشناخت. خودش هم تکون میداد، مهمون مدام میومد و میرفت. یه چیزی مثل عصای واکر برای جابر درست کنه و جابر کم کم با اون شروع کرد به راه رفتن. چند جلسه هم فیزیوتراپی و گفتار درمانی بردیمش تا به مرور زمان همه چی عادی شد. تنها چیزی که عجیب بود این بود که جابر زیاد با من حرف نمیزد. یه حس شرمندگی انگار داشت، چون خودش به چشم دید من چجوری از جونم براش گذاشتم که حالش خوب بشه. مادر شوهرم و مینام براش از اون زمانی که تو کما بود تعریف کردن و بهش گفتن که وقتی تو اون شرایط بوده من چقدر زحمت کشیدم. تا اینکه یه روز مادر شوهر و پدر شوهرم رفتن مهمونی. حالا دیگه جابر راحت بدون کمک راه میرفت و کامل حرف میزد. وقتی اونا رفتن من داشتم تو آشپزخونه غذا درست میکردم که یهو اومد. زد زیر گریه. گفت بهت قول میدم همه سختیایی که تو این مدت کشیدی و برات جبران کنم. زندگی برات میسازم که کل زنای این روزا بهش قبطه بخورن. فقط تو کنارم باش. مغزم گرفت. گفتم من اگه رفتنی بودم تو این مدت که تو کما بودی میرفتم. اما من موندم چون دوستت دارم. چون میخوام زندگی کنم. زندگیمو دوست دارم.
جابر گفت منو به خاطر همین رفتاره اشتباهم ببخش. میدونم هیچ کدوم از اونا حقت نبود. واقعا نمیدونم چرا اون کارا رو میکردم. ولی الان خوشحالم که تصادف کردم. این تصادف تو رو به من رسوند و من واقعی رو ساخت. شیرین، خدا میدونه که من از جونمم بیشتر دوست دارم. وقتی رفتی داشتم دیوونه میشدم. روز آخر به خودم گفتم امروز یا شیرین رو پیدا میکنم یا خودم رو نابود میکنم. باور کن اگه مادرم نمیگفت کجایی حتما اون اتفاق میافتاد. اون روز بعد از مدت من کنار جابر آرامش داشتم. یه ماهی گذشت و جابر مشکوک بود. صبح زود میرفت و دیر وقت میومد و مدام استراحت میکرد. بهش میگفتم جابر چته؟ چیزی نمیگفت و بهونه‌ی الکی میآورد. تا اینکه بعد یه ماه یه روز اومد و گفت آماده شو بریم شهر دور بزنیم. من که میترسیدم دوباره حساسیتاش برگرده گفتم ولش کن نمیخواد بریم. گفت نه ترس، اون جابر دیگه وجود نداره. بالاخره راه افتادیم و دم در یه خونه ترمز کرد. بابای جابر بعد از خوب شدنش دوباره براش ماشین خرید. خلاصه کلید انداخت و وارد شدیم. یه خونه خوشگل با لوازم نو قشنگ. حتی مبل هم داشت. بهش گفتم جابر اینجا کجاست؟ گفت خونه ما. باورم نمیشد. این همون خونه‌ای بود که جابر تو شهر داشت و من هیچ وقت ندیده بودمش. جابر گفت ما قراره اینجا زندگی کنیم. تازه از فردا با مینا برید دنبال کارای عروسی. تو دلم گفتم پس بگو چرا الان یه ماه با من کاری نداره و اینقدر رفتارش مشکوک بوده. میخواد دوباره ازدواج کنیم. اونقدر خوشحال بودم فقط گریه میکردم. بهم گفت قول میدم از این به بعد همه گریات فقط از خوشحالی باشه. خلاصه من و مینا افتادیم دنبال کاری عروسی. من که فامیلی نداشتم فقط زنم و بچه‌ها رو دعوت کردم. ولی نیومد و نذاشت حتی ساره با سجادم بیان. عروسی، لباسم، گلم، آرایشم همه چی عالی بود. لحظه‌ای که با جابر وارد مراسم شدیم گفتم خدایا شکرت که بالاخره منم رنگ خوشی رو دیدم و من دوباره زندگیمو با جابر شروع کردم. همه چی اونقدر خوب بود که گاهی اوقات غیر قابل باور بود برام. شایدم اونقدر عذاب کشیده بودم انتظار همچین چیزی رو نداشتم. روزی که از پدر شوهر و مادر شوهرم خدافظی کردم و رفتم شهر زندگی کنم، پدر شوهرم به خاطر صبوریم ازم تشکر کرد و زندگی عاشقانه ما شروع شد. جابر همون مرد رویایی شد که میخواستم. کارش هم تو همون کارخونه شالیکوبی بود. صبح میرفت و عصر میومد. صاحب یه پسر و یه دخترم شدم، مانی و مانلی. خدا رو شکر از زندگی من راضیم. پستی و بلندی داریم اما با هم حلش میکنیم. راستی درسم هم تو مدرسه بزرگسال ادامه دادم و دیپلم گرفتم. قصد دارم دانشگاه هم برم، ولی اگه نشم مهم نیست. آخه محیط دانشگاه رو جابر دوست نداره. ساره ازدواج کرده و اونم صاحب بچه شده و خدا رو شکر زندگیش خوبه. سجادم زندگی خوبی داره. متاسفانه زنم هم به خاطر بیماری که داشت چند سال بعد فوت کرد. دوستای عزیزم، ممنون که وقت گذاشتین و سرگذشت پر از فراز و نشیب منو گوش دادین. خدا رو شکر میکنم که بالاخره به اون خوشبختی که میخواستم رسیدم. همچین خوشبختی و آرامشی و برای همتون آرزو میکنم.